در آیات گذشته این سوره مبارکه بحث و مکالمه بود، مکالمه بین گروه های مختلف در قیامت، مکالمه اصحاب الجنه و اصحاب النار را خواندیم که بهشتی ها به اهل نار خطاب کردند که ما وعده خدا را یافتیم، آیا شما هم یافتید؟ اونها گفتند بله. حالا این خطاب دوم هست که در این خطاب اصحاب اعراف، که درباره اعراف هم دیروز خواندیم، یه بلندی هست، یک دیوار بزرگی هست بین جنت و نار، اینها خطاب می کنند مردانی را که با سیمای اونها را می شناسند. این مردان از اصحاب نار هستند، اونها را خطاب می کنند و می گویند که یادتان هست درباره این بهشتی ها، درباره این فقرا در دنیا چه می گفتید؟ اقسمتم لا ینالهم الله برحمه، شما سوگند می خوردید که خدا اینها را مورد رحمت خودش قرار نمیده. امروز ببینید که چگونه خداوند مورد رحمت و عنایت خودش قرار داد که به اینها دستور داده شد وارد بهشت بشوند. به اینها خداوند چه لطفی کرد. میگویند این روزی بعضی از سران با هم صحبت میکردند درباره فقرای صحابه، درباره حضرت سلمان، درباره حضرت عمار، درباره بعضی از این فقرا که اینها مگر امکان در خیری باشد و اینها شامل حاصلش بکنن، ما حاصلش نکنیم. لذا بعضی میگن اشاره به اونجاست، اما حقیقتش اینه که هر مستکبری، هر انسان مغروری وقتی که هدایت نصیبش نمیشه، هدایت یافتگان را، مؤمنین را، فقرا را، ضعفا را مسخره می کند. اونها را انسانهای بیارزش، انسانهای بیکار، انسانهای معطل، انسانهایی که هیچی نمیدونند خطاب می کند، می خواند. فکر میکنه که دار و مدار موفقیت، مقبولیت به همین چند درهم و دیناری هست که او دارد. لذا اونهایی که ندارن اونها را خیلی تحقیر میکنن. میتونه مصداق این آیه همه این افراد باشد، همه مغروران عالم باشند. لذا الله میفرماید ونادى اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم، خطاب میکنند، ندا میکنند اهل اعراف، مردانی را که میشناسند با علائمشان. به آنها میگویند قالوا ما اغنا عنكم جمعكم، دفع نکرد، فایده نبخشید به شما جمع شما، جمع شما به شما فایده نبخشید. یعنی اینکه در دنیا با بتهایتون بودید، با خدایانتون بودید، در کنار هم بودید، خودتون را یک لشکر قوی میدانستید، امروز به شما فایده ای نداد. امروز میبینیم شما را چطور تو آتش دارید میسوزید و بی سرپناه هستید. و ما کنتم تستکبرون، آنچه که شما بودید در دنیا تکبر میکردید، یعنی اون مادیتی که بهش افتخار میکردید، دنیایی که بهش افتخار میکرد، اون هم به شما فایده نداد. هؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه، آیا اینها هم اینهایی نبودن که شما سوگند خوردید که خدا به اینها هیچ رحمتی نمیرساند، شامل اینها هیچ رحمتی نمیشه؟ ببینید چگونه به اونها
دستور داده شد، مورد اکرام و اعزاز قرار گرفتن. به اونها چی فرمود خدا؟ ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. به اونها گفته شده ای فقرا، ای مؤمنین، ای مخلصین، برید وارد بهشت بشید، هیچ خوفی بر شما نیست، هیچ حزن و غمی ندارید. لذا اینجا اهل اعراف به جهنمی ها این خطاب را می کنند و گویا از چشمشون در میارن که یادتون هست اونها دیگه جوابی ندارند، شرمنده و خجل، سرشون پایین هست. این خطاب دوم بود و الان میخوانیم خطاب سوم را. خطاب سوم اینه که اصحاب نار، اهل جهنم، وقتی که در جهنم فشار میاد بر اونها، از یک طرف فشار گرسنگی هست، از یک طرف فشار تشنگی هست، از یک طرف فشار عذاب و درد و رنج هست. اونها ناخودآگاه بدون اختیار از بهشتی ها کمک میخواهند، میگن مقداری غذا، مقداری از اون خوراکی هایتون، مقداری از اون چی که خدا به شما بخشیده، به شما عنایت کرده، به ما بدهید. اما اهل بهشت چه جوابی میدهند؟ میگویند که خداوند اینها را برای شما کافرین حرام قرار داده، اینها حرام هستند، امکان نداره به شما برسند. منظور اینه که ما چنین اجازه نداریم، چنین جرأتی نداریم. و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه، خطاب میکنند، صدا میزنند اهل جهنم، اهل بهشت را، ان افیضوا علینا من الماء، اینکه بریزید بر ما از آب، او مما رزقکم الله، از آنچه که رزق داده خدا به شما، از رزق و روزی که داره از اون برای ما بفرستید. قالوا ان الله حرمهما على الكافرین، آنها میگویند اینها را خدا حرام قرار داده، هم آبش را هم طعامش را، بر کافران. کدوم کافران؟ الذين اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، آنهایی که دین خودشان را لهو و لعب، بازیچه و بیهودگی گرفتن. لهو و لعب را قبلا خدمت شما ذکر کردم که انسان که لهو و لعب هر دوتا یکی هست، اما وقتی که از این جهت که به خود او میپردازد لعب است، اما از این جهت که او را از یک خیر دیگه محروم میکند او لهو است. و غرتهم الحیات الدنیا، آنهایی که اونها را فریب دادن زندگی دنیا، زرق و برق دنیا. الله میفرماید فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا، امروز ما اونها را فراموش میکنیم، همان گونه که اونها فراموش کردن ملاقات این روزشان را فراموش میکنیم. به چه معنی؟ یعنی نترکهم، اونها را رها میکنیم، اونها را ترک میکنیم، به اونها توجه نمیکنیم. و ما کانوا بآیاتنا یجحدون، علت اول فراموشی آیات یعنی ترک آیات خدا. چرا آیات خدا را ترک کردند؟ چرا نادیده گرفتن؟ ما هم امروز اونها را نادیده میگیریم. علت دوم و ما کانوا بآیاتنا یجحدون، به سبب آنچه که نسبت به آیات ما انکار کردند. منظور از آیات دلائل ایمان، دلائل توحید، دلائل قیامت و رسالت، اونها را انکار کردن، آیات توحید را، آیات معاد را. ما هم امروز اونها را فراموش میکنیم، نادیده میگیریم. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم هدى و رحمه، الله میفرماید ما حجت را تمام کردیم، ما با دلائل قوی پیش اینها آمدیم، یعنی فرستادیم. چه فرستادیم؟ کتابی که در اون کتاب تمام چیز روشنه، واضح است، راه حق، راه باطل، راه ایمان و توحید، راه شرک، و هدایت است، رحمت است، یعنی راهنما هست برای انسان، هدایت است علما و رحمت است عملا. کسی که به او پایبند باشه، بر او گامزن بشه، بر او عمل کند، رحمت بر او میبارد، تحت رحمت خدا قرار میگیرد. اما از این هدایت و رحمت کی استفاده میکند؟ مستفیدینش کی هستند؟ یؤمنون، ایماندارانند. این مشرکان، کافران
هرگز ازش استفاده نمی کنند. ولقد جئناهم بکتاب فصلنا، ما برای اونها آوردیم کتابی، منظور از کتاب چی؟ قرآن هست، که توضیح دادیم. فصلناه یعنی همین چیز را واضح بیان کردیم، روشن کردیم. اما این توضیح و تفصیل بر اساس علم و دانش است، بر اساس دلایل است. و هدن هدایت است این کتاب، رحمت است این کتاب. اما لقوم یؤمنون، اینها مستفیدین کتاب هستند. هل ینظرون الا تأویله، اما اینها منتظر چی هستند؟ پس چرا ایمان نمی آورند؟ چرا کتابی که مبتنی بر علم است، هدایت و رحمت است، چرا به او ایمان نمی آورند؟ منتظر چی هستند؟ الله می فرماید منتظر عاقبت هستند. هل ینظرون الا تأویله، تأویل یعنی نتیجه، عاقبت، آخر کار. آخر کار چیه؟ عذاب است دیگه. خدای تعالی گفته اگر ایمان نیاورند عذابه. لذا الله می فرماید اینها منتظر اون نتیجه هستند. هل ینظرون الا تأویله، اینها منتظر نیستند مگر منتظر تأویل آن هستند، یعنی نتیجه هستند، عاقبت هستند. اما روزی که اون نتیجه بیاد یعنی عذاب، روزی که اون عذاب بیاید اونها اقرار میکنند. خدا میفرماید اون اقرارشون را فایده نیست. اون وقت میگویند خب یک کاری از دو کار با ما بکنید. اول مطالبه سفارش، کسی نیست سفارش ما را بکنه، کسی نیست پارتی ما بشه، خبری از پارتی هم نیست، از سفارش هم نیست. دوم میگویند که خب ما را به دنیا برگردانید، یک بار دیگه به ما فرصت بدید. الله میفرماید هیچ کدوم از اینها نیست. وقتی که اون نتیجه، اون تعویل برسد، اون عاقبت کار برسد، دیگه همه راههای نجات بسته میشه، انسان به بنبست محض میرسد. لذا الله میفرماید هل ینظرون الا تأویله، اینها منتظر نیستند مگر منتظر نتیجه آن هستند، عاقبت آن هستند. یوم یأتی تأویله، روزی که می آید نتیجه و عاقبت. یقول الذین نسوه من قبل، میگویند آنهایی که فراموش کردند آن را قبل از این، یعنی اونهایی که نادیده گرفتند. حالا خواندیم فراموش کردن به معنی ترک کردن، نادیده گرفتن یعنی مجرمین، مشرکین. چی میگویند؟ قد جاءت رسول ربنا بالحق، فرستادگان رب ما در دنیا به حق آمدند، واقعا آمدند، راست میگفتند، اما ما بودیم که انکار کردیم. فهل لنا من شفعاء، آیا هست برای ما سفارش کنندگانی که فیشفعوا لنا، سفارش کنند برای ما، شفاعت کنند. چون که اینها ایمان نداشتند، کفر و شرک داشتند، هیچ کسی برایشون سفارش نمی کند. این یک صورت که اونها پیشنهاد کردند. صورت دوم او نرد، یا اینکه آیا امکانش هست که ما به دنیا برگردانده بشیم، فنعمل غیر الذی كنا نعمل، پس اونجا در دنیا بریم عمل کنیم، غیر الذی كنا نعمل، غیر آنچه که ما عمل می کردیم. اگر قبلا عمل شرکی می کردیم، الان می خواهیم عمل ایمانی بکنیم. اگر قبلا در راه فساد بودیم، الان می خواهیم در راه صلاح باشیم. امکانش هست؟ الله عزوجل با ادامه اشاره می فرماید امکانش نیست. قد خسروا انفسهم، همانا این انسان ها در خساره واقع کردن خودشان را، در ضرر و زیان واقع کردن. و ضل عنهم ما كانوا یفترون، ناپدید شد، گم شد از آنها آنچه که افترا می گفتن. افتراشون چی بود؟ افتراشون این بود که این خدایان دست ما را می گیرند، این خدایان مشکل ما را حل می کنند. افترا همین بود. گم شدن خدایان کجا هستند؟ چرا به کمکشون نمیاند؟ چرا به دادشون نمی رسند؟ ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، الله عزوجل از اینجا دلائل را مجدد بیان می فرماید. دلیل توحید و تصرفاتی که خدا داره، ربوبیتی که خدا داره، و اون
احسانی که نسبت به بندگانش این پروردگار مهربان دارد. الله می فرماید همانا رب شما یه ذات معمولی نیست، بسیار عظیم است، بسیار بزرگ است. الذي خلق السماوات والارض، اون ذاتی هست که آسمان ها و زمین را آفرید فی 6 ایام، در مدت 6 روز. اون وقت روز نبود، خدمت شما عرض کردم، چون خورشید هنوز خلق نشده بود و شب و روز درست نشده بود که 6 روز بشه. منظور مقداره، همین مقدار طول کشید. تفصیلش را شما خواندید که 2 روز برای زمین، 2 روز برای آسمان، 2 روز برای دحو زمین و این که در زمین تمام استعدادها و تمام ما یحتاج اهل زمین گذاشته بشه، 2 روز برای این طول کشید. و هم میخوانیم که بعضی گرچه میگویند این منظور از این روزهای خدایی هستند، و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، یعنی 6 روز یعنی 6000 سال، چون که هر روز خدایی 1000 سال است. اما نه، خداوند عزوجل به اعتبار فهم ما، به اعتبار عرض کنم درک ما سخن میگوید. روزهای ما مراد هستند، در این مدت کوتاه درست شده. خب چرا در 1 ثانیه، در 1 لحظه کوتاه خدا که میتونه با کن درست کنه، چرا 6 روز طول کشید؟ الله عزوجل چون در این عالم، در این دنیا همه کار را میکند بر اساس یک مرحله تربیتی، یک مرحله تدریجی. این نوزاد که پیدا میشه، خدای تعالی مثلا این را یکی از اولیاء قرار میده، یکی از علما، یکی از محققین، مراحلی داره، یک شبه این کار را نمیکنه. لذا الله تدریجا انجام میده بر اساس اون قاعده اش، و به ما هم تدریج را تعلیم میده، آموزش میده که هر کاری که میخواد به کمال برسه کم کم. اما این آسمان ها و زمین را در مدت 6 روز پیدا کرد. ثم استوى علی العرش، سپس الله عزوجل بر عرش قرار گرفت. حالا استوا به معنای نشستن هست، به معنای قرار گرفتن هست، به معنای مستوی شدن هست. منظور چیه؟ منظور از استوا علی العرش، ما قبلا خدمت شما ذکر کردیم که این کلمه در قرآن زیاد استعمال میشه. این از متشابهات است. معنای استوا بالاخره مشخصه، معنای لفظیش مشخصه، اما مرادش را الله میداند. این از متشابهات است. مرادش این اون چی که ظاهر در ذهن میاد که بر تخت رفته نشسته، این مراد نمیتونه باشه، چون الله عزوجل هم از جسم پاکه، هم از مکان پاکه، مکان خاص ندارد، جسم ندارد. الله عزوجل منزه است، ما اعتقاد تنزیه داریم. پس اینجا در رابطه با این آیه ما میگوییم که اون چی که مراد الله عزوجل است، منظور پروردگار مهربان ما است، همون حقه، همون درسته، همراه با اعتقاد، یعنی تفویض مع اعتقاد تنزیه. به خدا میسپاریم مرادش، هر مرادی که خدا اراده فرموده ما هم به او ایمان داریم، و اعتقاد تنزیه و پاکی خدا، هم از جسم و هم از زمان و هم از مکان و هم از احتیاج و از همه چیز. اما یک نکته‌ای که خدمت شما قبلا عرض کردم اینه که گرچه آیات از متشابهات است، مفهوم اصلی را الله عزوجل میداند، اما در اکثر جاهای قرآن کریم که این جمله به کار برده میشه، استوا علی العرش، از سیاق و سباق معلوم میشه که پادشاهی پروردگار است، ملک و سلطنت است، قدرت و تصرفات الله عزوجل هست. چرا؟ چون که هر جا که این آیه می آید، ما قبل و ما بعد ذکر تصرفات خداست، ذکر اموری هست که یک پادشاه مطلق اون امور را انجام میده. مثلا در سوره یونس هست
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. قبل از این چی بود؟ خلق السماوات والأرض في 6 أيام. بعد از این ثم استوى على العرش يدبر الأمر. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم افلا تذكرون. این در سوره یونس است. در سوره طه هم ما قبل و ما بعد استواء علی العرش را ببینید، همین تصرفات، بیان ملکوت، بیان پادشاهی. الله می فرماید درباره قرآن تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. بازم ارض و سماوات، پیدایش، خلق. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. همیشه الله تعالی از همین تصرفات سخن میگوید، از این اموری که رب مهربان رتق و فتق میکند، اونها را بالا و پایین میکند، در اونها تصرف میفرماید. در سوره سجده هست، در سوره الف لام میم سجده هست، الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 أيام. بازم خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفیع. هر جا که استوا علی العرش میاد نفی شفاعت هم میشه. یعنی کسی اینقدر قدرت داشته باشه که بیاد سفارش بکنه در محضر او هم نیست. ما لكم من دونه من ولي ولا شفیع افلا تتذكرون. يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغیب والشهاده العزیز الرحیم. همیش در این آیات بحث تصرفات، بحث ربوبیت، بحث عظمت، بحث ملکوت. پس از این آیه همین قدر میفهمیم که کنایه از چی هست؟ از پادشاهی، از تصرفات، از قدرت. چنانچه علامه قرطبی هم همین را میفرماید که ثم استوى علی العرش کنایه از چیه؟ و یکنا به یا و یکنا به عن العز والسلطان والملک. این کنایه از عزت، غلبه هست، سلطانیت، پادشاهی. فیقال تل عرشه ای ذهب عزه و ملکه. در زبان عربی پادشاهی که سقوط کرده چی میگن؟ میگن تل عرشه. یعنی چی؟ یعنی ذهب ملکه. پس عرش کنایه از چی هست؟ پادشاهی هست. وقد يؤول العرش في الآية بمعنى الملك. این عبارت روح المعانی بود، عبارت قرطبی اینه. وقد يؤول العرش في الآية بمعنى الملك ای ما استوى الملك الا له عز وجل. پس ثم استوى على العرش به این معنی هست، پادشاهی. الله می فرماید حالا ببینید بعد از این هم برخی از اون پادشاهی بزرگ را. باز جالب اینجاست که در دنیا خیلی پادشاهان هستند ادعا می کنند، مثل نمرود که می گفت من همین زندانی را آزاد می کنم، یک غیر زندانی را می کشم، انا احیی و امید. اما در این آیات تصرفاتی ذکر شده که اینها را به صورت ما تحت الاسباب هم کسی نمیتونه انجام بده. کارهای معمولی گفته نشده. مثلا یغشی اللیل النهار، یغشی اللیل النهار، می پوشد به اذن الله، به دستور الله، شب روز را، یطلبه حثیثا، او را دنبال می کند، حثیثا یعنی با سرعت. شب دنبال روز است، روز دنبال شب است. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره.
علاوه شب روز، خورشید، ماه، بقیه ستاره ها، همه سیاره ها، همه و همه مسخرات به امر، همه تابع امر الله هستند، همه فرمانبر دستور او هستند. لذا از این تصرفات به چه نتیجه میرسیم؟ به این نتیجه الا له الخلق والامر، خبردار آگاه باشید، له الخلق، فقط و فقط برای اوست خالق، یعنی خالق یگانه او است، بغیر از او خالقی وجود ندارد. والامر، امر مال او هست، یعنی آمر او هست، متصرف او هست، تصرف هم مال او هست. و اون ذاتی که فقط خالق است و مالک است و مدبر است، تبارک الله، تمام برکات دهنده هم او هست. بابرکت است الله، یعنی برکات دهنده هست. هرچی برکت می جویی از او بجو. کدوم الله؟ آن اللهی که رب العالمین، رب تمام عالمیان است. لذا به این نتیجه می رسیم که هرچی قدرت تصرف در اختیار او هست. وقتی در اختیار او هست، ای انسان نمک نشناس، چرا غیر او را فریاد میزنی؟ چرا از غیر او تو طلب میکنی، حاجت میطلبی، کمک میخواهی؟ لذا الله میفرماید ادعوا ربکم تضرعا و خفیا. لذا در دعاهایت فقط رب را بخوانید. ادعوا ربکم، فقط از خدا بخواهید. بحث دعا آمده، یعنی وقتی که متصرف خداست دعا کن، از او بخواه. اما برای دعا الله عزوجل دو چیز فرموده، دو تا ادب از آداب دعا هستند. اگر این دو چیز باشد دعا بهتر قبول میشه، دعا انشاءالله به اجابت چیه؟ نزدیکتره. یکی تضرع، در دعا عاجزی باشه، در دعا استکبار و غرور نباشه، در دعا غفلت و بی‌توجهی نباشه. دعاها مثل دعاهای ماها نباشه که دست بلند هست ولی این طرف اون طرف نگاه میکنیم. بعضی ها سر دعا دارن با هم صحبت میکنن، بعضی ها با ریششون بازی میکنن، بعضی ها با لباسشون دارند مشغولند و بازی میکنند. این دعا معلوم میشه از همون ظاهر که در این دعا هیچ نوع تضرعی وجود ندارد. اول اینکه تضرع باشد، فروتنی باشد، انسان هیئتی به خود بگیرد، در دعا یک حالتی به خود بگیرد که همونطور که در حدیث آمده گریه بکند. اگر گریهش نمیگیره دلش سنگه، دلش سخته، یک حالت ظاهری متباکی، یعنی کسی که خودش را در حالت گریه نشان میده، یعنی تکلف بکند و خودش را یک آدم گریه کننده نشان بده. اگر حقیقتا گریهش میاد گریه کنه. گریه کردن دیگه اوج تضرع هست، بالاترین حد چی است؟ تضرعش. کسی از کسی چیزی میخواد جلوش گریه میکنه، دیگه خیلی خودش را کوچک میکنه، خیلی خودش را جلوی او حقیر میکنه. پس همونطور که در حدیث آمده گریه بکند، خیلی جلوی خدا خودش را کوچک بکند و خودش را ذلیل و عاجز بکند. اگر سنگدل هست گریهش نمی آید، متباکی، یعنی حالت گریه به خود بگیرد. این شرط اوله، تضرع. دوم و خفیه، آهسته، با صدای بلند مثل شعر خواندن، مثل سخنرانی کردن، بالاخره اینطور نباشد. گاهی بعضی از علما به خاطر اینکه مردم یاد بگیرن چگونه دعا بکنند و کلماتی که در مردم تواضع و تضرع بیارند، اون کلمات را میگویند تا در مردم تأثیر بیاد. اما بدون این انسان وقتی که خودش هست بالاخره آهسته. به همین دلیل است که امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماید که آمین، وقتی شما در نماز میخوانید آمین، بعد از حمد آمین دعایی هست.
آمین معنیش یه استجب یا رب، ای رب اجابت کن. بس احسن این هست، بهتر این هست که آمین را آهسته بگوید، با توجه به اینکه ادب دعا چی هست؟ ادب دعا تضرع و خفیه هست، آهسته. پس آهسته باشه. خب در حدیث آمده آن حضرت صلی الله علیه وسلم بلند خواندند، اون برای آموزش بوده. آهسته هم خواندند، بلند خوانده آموزش بوده که بدانند اینجا آمین خوانده بشه. لذا الله می فرماید ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. اما ادعوا ربکم، یه چیزی که مهمتر بود در این دعا، فقط از رب بخواهد، از غیر پروردگار نخواهد. انه لا يحب المعتدین، همانا الله عزوجل دوست ندارد تجاوز کنندگان را. متجاوز کیه؟ اونه که اینقدر متجاوز از حد گذشته که بجای اینکه دعا را فقط از خدا بخواد، میاد از غیر الله میخواد. یا فلان تو دست منو بگیر، یا فلان تو مدد کن، یا فلان تو مرا دریاب. همین دعاهایی که مردم میکنند کمک ز غیر خدا میخواهند، اینها متجاوزند. الله اینها را، این متجاوزان را که حاجات خودشان را از غیر خدا میخواهند دوست ندارد. و حال وقتی که مسئله توحید واضح شد، مشخص شد که چنان ربی دارید، مدبر، متصرف، خالق، مالک، پس حالا غیر از خدا دیگه کسی را فریاد نزنید، دیگه در زمین فساد نکنید. فساد زمین چی هست؟ شرک است. فساد مادی هم داریم، اما اینجا بیشتر فساد معنوی است به دلیل سیاق و سباق، ما قبل و ما بعد. در گذشته هم خواندیم که متصرف فقط خداست، بعد از اون خواندیم ادعوا ربکم، بعد از این هم دوباره میخوانیم وادعوه خوفا و طمعا. لذا پس مراد از این فساد چیه؟ فساد معنوی، فساد عملی. بزرگترین فساد عملی شرک کردن است. بزرگترین فساد اینه که عده‌ای بیایند به جای اینکه در محضر پروردگار کرنش بکنند، در محضر رب مهربان زانو بزنند و دست حاجت به سوی او بلند بکنند، بیایند از غیر الله همین کار را بکنند. الله می فرماید این فساد را نکنید. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، در زمین فساد نکنید بعد از اصلاح زمین، یعنی بعد از اینکه به وسیله انبیاء اصلاح شد، به وسیله انبیاء توحید آمد، ایمان آمد. تفسیر مدارک نوشته ولا تفسدوا بشرک بعد التوحید، این فساد است. وادعوه خوفا و طمعا. دو تا ادب دیگر از آداب دعا. اونجا خواندیم دعا با حالت عاجزی باشد و آهسته باشد و برای خدا فقط باشد، با اون میشه سه تا. اینجا دو تا دیگه وادعوه خوفا و طمعا، از الله را بخوان، از الله بخوا، کمک بخوا، اما این دو وصف در تو باشه. هم بترس که دعایت رد نشه، دل جمع نباش که دعای من دیگه برو برگشت نداره، نه، بترس. هم بترس و هم امیدوار باش. الایمان بین الخوف و الرجاء. ایمان این گونه هست، هم در ایمانت باید خوف باشد، ترس خدا باشد، و هم امیدوار. الله می فرماید وادعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. کسی که اینقدر مخلص باشه، این اخلاص واقعا، هم از خدا می ترسی و هم به خدا خیلی امید داری، لذا در حضور او تضرع میکنی، آهسته آهسته باش صحبت میکنی، این دیگه اخلاص. رحمت خداوند نزدیک چنین مخلصینی هست. خب
دلیل شروع شده بود و این نتیجه دلیل بود. دلیل بود وقتی خدا اینقدر مدیر و مدبر و متصرف است، فقط او را صدا بزنید و با این شرایط صدا بزنید. ادامه دلیل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الله آن ذاتی است که بادها را می فرستد، خوش خبری دهنده هستند قبل از خودشان رحمت الله را. بادها چی را میارن؟ باران میارن. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، حتی وقتی که حمل میکند، باد حمل میکنه، باد به دوش میگیرد ابر سنگینی را. ابر سنگین کدوم ابر است؟ اون ابری که پرباران است. وقتی که به دوش میگیرد ابر پربارانی را، سقناه لبلد میت، الله میفرماید ما اون ابر را سوق میدهیم، راهنمایی میکنیم، میبریم به اون شهری که شهر مرده ای هست، یعنی شهر خشکیده ای هست، شهری که هیچ بارانی نیامده، هیچ اثری از حیات نیست. فانزلنا به الماء، ما نازل میکنیم به وسیله این آب را. فاخرجنا به من کل الثمرات، ما بیرون میکنیم به وسیله این هر نوع میوه را. الله تعالی میفرماید ببینید این چیزی هست که ما میبینیم، ما احساس میکنیم، مشاهده میکنیم که خدای تعالی چگونه زمین های مرده را چی میکند؟ زنده میکند. الله تعالی میفرماید ای انسان از اینجا یک درسی بگیر، همونطور که این زمین مرده را توانست زنده بکند، انسان مرده را هم میتواند زنده بکند. کذالک نخرج الموتى، این جمله چی هست؟ معترض است برای اثبات قیامت. این گونه ما بیرون میکنیم مرده ها را، لعلکم تذکرون، تا اینکه پند بگیرند. حالا در اینجا خدای عزوجل یک مثال بسیار زیبایی بیان می‌فرماید. همین باران را بگیرید. این باران وقتی که میآید بر زمین میریزد، شما دیدید دو نوع زمین داریم. یک زمینی هست که زمین بسیار باصلاحیت، زمین حاصل خیز، زمین مستعد و آماده. به محض اینکه آب میاد 2 روز نمیگذرد این زمین تمام جوانه ها از او میروید. 1 هفته نمیگذرد این زمین سبز میشه، یک فرش سبز و یک چمنزاری درست میشه. این زمین زمین با استعدادی است، این زمین در وجودش پذیرش هست. اما یک زمین دیگه هست که هرچی آب میاد اونجا هیچی نمیروید، اون صلاحیت رویش ندارد. مثل یک زمین سنگلاخ، همه جا سنگ باشه، یا زمین شورزار کویر که اونجا فقط زمین شوره ای هست. هر چی که باران بیاد این باران میره ته زمین، ولی خبری از سبزی، خبری از عرض کنم بهار نیست. پس حالا الله عزوجل ذکر میفرماید که این دلایل که شما در گذشته خواندید، دلایل توحید، دلایل ایمان، دلایل قدرت خدا، دلایل معبودیت خدا، یا آیات قرآن. این آیات قرآن که نازل میشند تشبیه میده اینها را به همون باران. اینها مثل باران بر قلوب بندگان. قلوب ما انسان ها چی هست؟ زمین هست. قلب ما چیه؟ زمینه. حالا این باران بر قلب میاد. قلب 2 نوع هست. یک نوعش مثل همون زمین حاصل خیز، قلب منیب، قلب پذیرنده، قلب مستعد، قلبی که آمادگی داره برای پذیرش فرمان پروردگار، قلبی که به محض اینکه آیات را میشنود، به محض اینکه دلایل توحید را میشنود، او ایمان میآورد، او میگه چشم، او آمادگی دارد. اما نوع دوم قلبی هست، قلب معاند، قلب متعصب، قلب متکبر، قلب امثال ابو جهل و ابو لهب. برای این قلب هرچی آیات می آید نمی فهمد، مسخره می کند. لذا الله می فرماید که شما انسان ها بر 2 نوع هستید، گروهی مستفیدین و مؤمنین، گروهی معاندین و متعصبین. والبلد الطیب، والبلد الطیب یعنی
زمین پاک، زمین پاکیزه، زمین خوب، وقتی که باران بر او میبارد یخرج نباته باذن ربه، نباتش را، سبزیجاتش را بیرون میکند، میرویاند به اذن رب، به توفیق رب. اما والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اون قلبی که، اون زمینی که خبث خراب باشد، لا یخرج الا نکدا، اون بیرون نمی کند مگر، از اون بیرون نمی شود مگر یه چیز ناقص، یک گوشه، یک سبزی کوچیکی باشد، هیچ چیزی نمی روید. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. الله می فرماید این گونه ما آیات خودمون را بار بار تکرار می کنیم، می چرخانیم، ذکر می کنیم. برای چه کسی؟ برای قومی که یشکرون، سپاسگزار بشند، شاکر باشند. حالا الله عزوجل چند تا نمونه ذکر میکنه، چند تا نمونه یا چند تا بگیم دلیل نقلی. اینجا دلایل را خواندیم. خداوند فرمود شما به دو گروه هستید، قلب منیب، قلب معاند. انسانهای منیب، مؤمن، موحد، انسانهای معاند و مشرک. ببینید نمونه ها را که ما انبیا را فرستادیم، مردم دو گروه شدن. یک گروه با انبیا ایمان آوردند، خب اونها نجات یافتند، هم دنیاشون خوب شد هم آخرتشون خوبه. اما یک گروه در مقابل انبیا ایستادند، اونها بالاخره به عذاب گرفتار شدند. این همون زمین سنگلاخ است، زمین شوره‌زار است. اولین داستان از سیدنا نوح علیه السلام و دلیل نقلی از سیدنا نوح. خب ذکر انبیا که میاد مقداری سریعتر میریم، چون که اکثرا داستان ها خونده شده و بعضی جاها به تفصیل می آید. حضرت نوح علیه السلام شما چند بار خواندید که نوح علیه السلام در سوره نوح هم خواندید، مدت مدیدی تبلیغ کرد، اما قوم عناد کردند، سرکشی کردند، نپذیرفتند. الله عزوجل اینجا دلیل نقلی از نوح ذکر می فرماید. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، همانا ما فرستادیم نوح را به سوی قومش. فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، گفت ای قوم فقط و فقط الله را عبادت کنید، نیست برای شما هیچ معبودی بغیر از الله، هیچ معبودی جز الله وجود ندارد. ای قوم من میترسم که خدا برای شما عذاب بزرگ بیاورد. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، من میترسم بر شما از عذاب روز بسیار بزرگ، روز بسیار بزرگ میترسم که عذاب بیاید. اما ملأ نوح، سرداران قوم، اشراف، بزرگان و بزرگزادگان، اونها چه جوابی دادند؟ قال الملأ من قومه، گفتند اشراف از قومش، سرداران از قومش، انا لنراک فی ضلال مبین، ای نوح ما تو را میبینید در گمراهی آشکاری هستید. اما پاسخ نوح، قال یا قوم لیس بی ضلالت، ای قوم نسبت به من هیچ گمراهی نیست، ولکنی رسول من رب العالمین، اما من رسولی هستم، فرستاده از فرستادگان هستم، از جانب رب العالمین آمدم. فریضه من، وظیفه من چیه؟ ابلغکم رسالات ربی، من به شما میرسانم پیام های ربم را، این فریضه من است، پیغامات ربم را میرسانم. و انصح لکم، و من خیرخواهی میکنم برای شما، نصح و خیرخواهم، ناصح و خیرخواهم. و اعلم من الله ما لا تعلمون، ای قوم من از سوی خدا میدانم اون چیزی که شما نمیدانید. پیامبران به عالم غیب وصلند، فرشته رابط است، چیزهایی که اونها میدانند امت نمیداند. لذا این غایت خیرخواهی، کمال ناصحیت. و بعد به قوم میگه شما از این در شگفت هستید که چرا پیامبری از بشر آمده. خب از این پروا نکنید،
پیامبر وقتی بیاد این از خود شما میاد. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، آیا در شگفت هستید اینکه آمده ذکری، پندی، نصیحتی از جانب رب؟ وحی الهی تمام پند و نصیحت بود. آیا از این در شگفت هستید بر مردی از خود شما آمده؟ علی رجل منکم یعنی بر بشر آمده. اونا میگفتن باید بر فرشته بیاد، میگه نه، بر بشر میاد. بر بشری آمده لینذرکم، تا که شما را بیم بدهد. این وظیفه رسول است. وظیفه شما چیه؟ ولتتقوا، تا اینکه شما بترسید از خدا، تقوا را پیش بگیرید و اون وقت از سوی خدا برای شما رحم می آید. ولعلکم ترحمون، تا که مورد رحم خدا واقع بشه. خلاصه نوح علیه السلام استدلال آورد، من از سوی خدا، من فرستاده خدا، نکنید، انکار نکنید، بپذیرید. اما قوم چی کار کرد؟ قوم تکذیب کرد. قوم تکذیب کرد. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که کسانی که با نوح ایمان آورده بودند، منیبین، اینها را الله عزوجل نجات داد. معاندین را الله تعالی چیکار کرد؟ عذاب داد. فکذبوه فانجیناه، او را تکذیب کردند، پس ما نجات دادیم او را، والذین معه فی الفلک، آنهایی که با نوح بودند آنها را نجات دادیم در کشتی. و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، این نتیجه تعصب و عناد. ما غرق کردیم آنهایی را که تکذیب کردند نسبت به آیات ما، آیات ما را تکذیب کردند. چرا غرق شدند؟ چرا هلاک شدند؟ انهم كانوا قوما عمین، چون اینها قومی بود عمین، کوردل، اینها نابینا بودند، بصیرت و بصارت نداشتند، چشم و درک نداشتند، لذا اینها راه زلالت و راه گمراهی را در پیش گرفتند. ما هم اونها را هلاک کردیم. خب بعد از سیدنا نوح علیه السلام نوبت به سیدنا هود میرسد. حضرت هود که مبعوث شده بود برای قوم عاد. ببینید قوم عاد را، نسب قوم عاد را اونطوری که اهل تفسیر از کتابهای تاریخ نوشتند، فردی بود در نسل نوح علیه السلام از فرزندان سام ابن نوح. قوم عاد از عرض به خدمت شما نسل سام هست، سام ابن نوح. یکی از اولاد نوح پشت چهارم نوح، یعنی 4 پشت پایین تر، به اصطلاح نوه. به نام کی بود؟ به نام ارم بود. به نام ارم. در قرآن هم آمده ارم ذات العماد، که اینها قوم عاد الان جد و یک پدر بزرگشون عاد هست، اما اون عاد میاد به ارم میرسد. عاد میاد به ارم میرسد. اینها رو میگه ارم ذات العماد در قرآن آمده. یعنی خیلی مردان تنومندی بودند، هر یکی قدش مثل یک ستون. به همین خاطر ذات العماد یعنی چی؟ یعنی ستون. حالا بعضی تفسیر دیگه کرده، همون جا به آیه برسیم عرض میکنم. پس هم قوم عاد و هم قوم ثمود که بعداً ذکرش میاد در رکوع بعدی، این هر دو قوم به همین ارم میرسند. بعضی میگه عاد و ثمود با هم برادر بودند، بعضی میگن نه، بعد از اینکه عاد هلاک شدند، همون هایی که نجات پیدا کرده بودن با حضرت هود رفتن جای دیگه زندگی کردن، بعداً قوم اونها چی شد؟ ثمود شد. علی ای حال اینها از در منطقه بین یمن و شام، در یک منطقه‌ای که به نام احقاف است، شما در سوره احقاف خواندید. اصل احقاف توده ریگ را میگن، تپه ریگ و ریگستان را میگن. در چنین ریگستانی زندگی میکردن. خیلی اینها امکانات داشتند، قوی بودند
و آثاری از خود بجا گذاشتند. لذا برای اینها الله عزوجل از خودشون یک پیغمبری به نام هود علیه السلام تعیین کرد. اینها همین جوابی که قوم نوح به نوح داد، قوم هود به هود داد. و الى عاد اخاهم هودا، به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، گفت ای قوم فقط الله را عبادت کنید، نیست برای شما بجز الله، غیر از الله هیچ معبودی نیست. افلا تتقون، آیا شما از عواقب شرک نمی ترسید؟ آیا از شرک پرهیز نمی کنید؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه، ملأ گفتند یعنی سرداران گفتند، انسانهای اشراف آبرودار گفتند از آنهایی که کفر کرده بودند از قومش، آنها به حضرت هود گفتند انا لنراک فی سفاهه، ای هود ما تو را در سفاهت و حماقت میبینیم، و انا لنظنک من الكاذبین، همانا ما تو را از کاذبین میپنداریم، ما فکر میکنیم داری دروغ میگی. اما حضرت هود قال یا قوم لیس بی سفاهة، ای قوم نسبت به من برای من هیچ سفاهت و بیخردی نیست، ولکنی رسول من رب العالمین، اما من رسول رب العالمین هستم، از جانب رب عالمیان به عنوان فرستاده شدم. وظیفه‌ام چیه؟ ابلغکم رسالات ربی، من به شما میرسانم پیام‌های ربم را، و انا لکم ناصح امین، من ناصح شما هستم، خیرخواه شما هستم، چنان ناصح و خیرخواهی که امین، یعنی حق امانت را رعایت می کنم، اون چی که پروردگار فرموده در اون خیانت نمی کنم. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم مثل قوم نوح، آیا شما در شگفتی در تعجبید اینکه آمده پیش شما ذکر من ربکم، پندی از جانب رب. پند چی بود؟ اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. چنین پندی آمده، چنین نصیحتی آمده علی رجل منکم، بر مردی از خود شما، لینذرکم، تاکه شما را بترساند. اما واذکروا اذ جعلکم خلفاء، ای قوم یک نظری، یک نگاهی به تاریخ گذشته تون بندازید، از تاریخ درس بگیرید. خداوند عزوجل در قرآن هم به ما میگه والعصر، یعنی از تاریخ درس بگیر. تاریخ را من پروردگار شاهد میگیرم. تاریخ را وقتی نگاه میکنیم میبینیم مؤمنین همیشه نجات و مشرکین هلاک شدند. الله میفرماید که حضرت هود به اونها گفت واذکروا اذ جعلکم، یاد کنی زمانی که الله شما را قرار داد خلفاء من بعد قوم نوح، خلیفه یعنی آباد در زمین بعد از قوم نوح. الله اونها را هلاک کرد، 4 پشت بعد از اونها اینها بودند، شما را آباد کرد. وزادکم فی الخلق بسطه، اما ویژگی هایی به شما داد که به اونها حتی نداده بود. افزود در وجود شما، در پیدایش شما، در جسم شما، بسطتن یعنی کشادگی، فراغی، قوت، شما را در جسم بسیار قوی قرار داد. و علاوه از این که بسته شما را قرار داد، الله می فرماید ارم ذات العماد، این عادی که از نسل ارم بودند، ستون بودند، التي لم یخلق مثلها فی البلاد، مثل اونها در تمام شهرها آفریده نشده بود. لذا میگه شما یاد کنید که خدای تعالی شما را چی کرد؟ بسته قرار داد، فی الجسم منظور. فذکروا آلاء الله، دیگه نعمتهای هم زیادی بود. یاد کنید نعمتهای الله را لعلکم تفلحون، تا رستگار بشید. اما اناد قوم را ببین، قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده، ای هود تو پیش ما آمدی، همیشه میگفتم ما خدا را عبادت میکنیم اما تنها خدا نه، هم خدا و هم غیر خدا، هم خدا و هم آلهه. مثل خیلی از مسلمان نهماها که فقط خدا را فریاد نمیزنند، میگن ما از خدا هم میخواهیم اما از غیر خدا هم میخواهیم، اونا هم میتونند. الله میفرماید قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده،
آیا پیش ما آمدی تا ما عبادت کنیم فقط خدا را وحده و تنها او را و نذر ما کان یعبد آباؤنا، این دلیل نقلیشون بود پدران. و نظر یعنی نترک، ما بگذاریم ترک بکنیم اون چیزی که پدران ما عبادت میکردند. تو برای این داری تبلیغ میکنی؟ فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین. ای هود اگر راست میگی اون چی که وعده دادی وعده عذاب بود نه، بیار اون عذاب را. اگر راست میگی عذاب را بیاور. حضرت هود علیه السلام فرمود که اون عذاب آمد، فکر کن که الان فیصله شد، یقینی هست، هیچ شکی نیست. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب، همانا از جانب رب شما بر شما واقع شد رجس. رجس به معنای عرض کنم چیز ناپاک هست، منظور عذابی که این عذاب به سبب شرک و ناپاکی های شماست و غضب پروردگار. شما چقدر قوم بیخردی هستید، یک سری اسامی که شما خودتون درست کردید. شما برای این خدایان باطل، برای این بتان نام درست کردید، نام های درست کرده بودند. مثل چی؟ مثل این مشکل کشاست، این حاجت رواست، این فریاد رسه، این غوثه، این همین کاری که مردم امروز میکنند نسبت به خیلی از شخصیت ها. یکی را میگن فریاد رسه، یکی را میگن فیض عالم در دست او هست، گنج میبخشه. درباره یکی از بزرگان که در لاهور پاکستان دفن است نوشتن، یک شاعری نوشته داتا فیض عالم، گنج بخش، نور مظهر خدا. داتا یعنی دهنده. این همون صفتی است که شما خودتون درست کرده. کجا این به مردم میده؟ او خودش محتاج خداست. داتا یعنی دهنده، فیض عالم، تمام این دنیا را او فیض میرسان. علیاذ بالله. فیض عالم رب العالمین است. گنج بخش یعنی به شما چی میبخشه؟ گنج. برو ازش بخوا، به اینقدر ثروت و سرمایه بده که نتونی جمع بکنی. لذا این صفات را برای بندگان درست کرده بودند. مشرکین هم هر بتی را میگفته این یه خصوصیتی داره، اگر کمی رزق داری از او پیش او برو، او خزانه رزق در دست او هست. اگر شفای مریض میخوای پیش اون یکی برو، شفا در دست او هست. این صفات مراد هستند. اینا را شما خودتون درست کردید. خدا آیه نازل نکرده، خدا نگفته. حضرت هود همین میگه. تمام مشرکین دنیا از صدر تا امروز همین کار را میکنند. هی نسبت های دروغینی از خود درست میکنند. میگن که هر کس مشکل سرطان داره فلان مزار، اونجا دیگه برو برگشت نداره. هر کسی مشکل پا داره و فلج است فلان جا، اونجا بره تو اون خاک ها بغلته، تمام مشکلاتش حل میشه. هر کسی مشکل پوستی داره فلان جا. گویا این صاحب قبور شدن چی؟ متخصصان امراض بدن. علیاذ بالله. این صفات را کی درست کرده؟ همین انسان ها خودشون درست کردند. شیاطین یاد دادن به اینها. حالا حضرت هود میگه اتجادلوننی فی اسماء، آیا شما با من بحث میکنید درباره یک سری نام ها و صفاتی که سمیتموها انتم، این نامگذاری ها را شما کردید، شما و آباؤکم، پدران شما، ما نزل الله بها من سلطان. خداوند برای این صفات هیچ نوع دلیل عقلی و نقلی نازل نکرده. هیچ دلیلی شما ندارید. شما بر این شرک خودتون اصرار دارید. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، منتظر باشید، من هم با شما از منتظران هستم. الله می فرماید فانجیناه، نتیجه این شد فانجیناه، ما او را نجات دادیم. کی را؟ حضرت هود را. والذین معه برحمت منا، آنهایی که با او بودند همراه با رحمتی از جانب ما.
وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، ما قطع کردیم ریشه آنهایی که تکذیب کردند آیات ما را، آیاتی که دال بر توحید ما بودند، آیاتی که دال بر وحدانیت ما بودند، اون آیات را تکذیب کردند. و ما کانوا مؤمنین، اینا مؤمن نبودند، لذا ما هلاک کردیم. و بعد از اینها، بعد از این قوم، نوبت قوم ثمود شد. ثمود هم یک قومی بود در منطقه به نام حجر زندگی میکرد. کذب اصحاب الحجر المرسلین، اونجا زندگی میکرد. اینها بسیاری میگن بقایای قوم عاد هستند، اونها که همون مؤمنینی که نجات یافتند با پیغمبر حضرت هود نجات یافتند، آمدن یه جای دیگه زندگی کردن. نسل اونها در سنین بعدی وقتی که حضرت هود فوت کرد، گذشتگان فوت کردن، بعدا دوباره شیطان رخنه کرد، اینا رو به شرک وادار کرد. اسم این قوم ثمود. بعضی میگن نه، این ثمود با اون قوم عاد در همون ارم چی میشوند؟ به هم دیگه میرسند. بالاخره این ثمود هم از جاهای متعدد قرآن کریم معلوم میشه که بعد از عاد آمده، در منطقه حجر آمده. اینها پیغمبری که این پیغمبر در امانت و در اینکه دوست داشتنی بود خیلی بینشان معروف بود از قبل از نبوت، اما بعد از اینکه ادعای پیغمبری کرد با او دشمن شدند. آخر دیدن که این ویلکن نیست، حضرت صالح اسمش هست، صالح ویلکن نیست، ما را نمیگذارد. گفتن یه چیزی سنگی جلوش بذاریم که نتونه جواب ما را بده. اونا اراده ایمان نداشتن، گفتن همین کوه، از دل کوه اگر بتونی شتری بیاری که این شتر هم آبستن باشه که بعداً بچه شتر بیاد به دنیا به ما شیر بده، تو اگر شتری بیاری ما به تو ایمان میاریم. حضرت صالح دعا کرد خدایا این علامت را، این معجزه را به من بده. خداوند عزوجل پذیرفت، سنگ دهن باز کرد، از دل سنگ شتر آمد بیرون. تمام تعجب کردن، کسی باز هم ایمان نیاورد. وقتی که انسان دچار تعصب و عناد بشه، آیات را با چشم ببیند باز هم توجیه میکنه، میگه جادو هست، این چیزی دیگه هست. بالاخره قبول نکردن. در کتاب های سیرت آمده فقط یک نفر ایمان آورد، بقیه ایمان نیاوردند. و بعد از این شتر چنان بیمی و هیبتی داشت که همه حیواناتشون از شتر فرار میکردن و شتر وقتی که میآمد سر چاه تمام آب را میکشید بالا، آب زیادی میخورد، هیچی برای حیوانات اونها نمیماند. ناراحت شدند، بحث کردن، مذاکره کردن، آخر توافق شد، از طریق پروردگار گفته شد یک روز نوبت شتره، ناقة الله، یک روز نوبت شما. همین تقسیم کرد. اما باز هم اینها ناراضی بودن، اینقدر اینها ناسپاس بودن. در کتاب ها آمده، تفسیرها، که هر چی که این شتر آب میخورد به همون مقدار شیر هم میداد، تمام از شیرش استفاده میکردن، اما ناسپاس بودند. بالاخره آخر کار به جای رسید که این ناقة الله را که آیه از آیات قدرت الهی بود، این را از پای در آوردند، فعقروها، او را کشتند. و بعد حضرت صالح علیه السلام فرمود حالا که این کار را کردید منتظر عذاب پروردگار باشید. الله می فرماید و الی ثمود اخاهم صالحا، به سوی ثمود برادرشان صالح را ما فرستادیم. قال یا قوم اعبدوا الله
گفت ای قوم فقط الله را عبادت کنید، ما لکم من اله غیره، چون که هیچ الهی، هیچ معبودی برای شما غیر از الله نیست. قد جاءتکم بینة من ربکم، ای قوم برای شما بینه، برای شما معجزه از جانب رب شما آمده، همین معجزه شتر بود. هذه ناقة الله، این ناقة الله است، این شتر الهی از سوی خدا فرستاده شده. لکم آیتا، برای شما این آیه هست، این نشانی هست، لذا برای این شتر مزاحمت نکنید. فذروها تأکل فی ارض الله، بگذارید آن را بخورد در زمین خدا، هر جا میچرد، هر جا علفی میخورد. چون حیوانات اونها میترسیدن، وحشت میکردن، اونها نسبت به شتر تعرض میکردن. ولا تمسوها بسوء، به بدی او را دست نزنید. حضرت صالح دریافت، احساس کرد میخواند کاری بکنند. اگر این کار را کردید فیأخذکم عذاب علیم، شما را میگیرد عذاب دردناک اگر به شعائر الله دست دراز کردید. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، یاد کنید ای قوم من زمانی که شما را الله جانشین قرار داد بعد از قوم عاد. و بوأکم فی الارض، و شما را در زمین جای داد. تتخذون من سهولها قصورا، شما از جاهای نرم زمین قصر برای خودتون درست میکنید. هر جا که نرم و قابل ساخت و سازه چه قصرهایی درست میکنید. هر جایی که سخته نمیتونید اونجا بشکافید، خود کوه را میتراشید و برای خودتون خانه درست میکنید. اونا خانه هایی درست میکردن زمستانی، تابستانی در دل کوه، و عرض کنم قصر هم روی زمین مسطح درست می کردند. انواع خانه ها ساخت و ساز. و تنحتون الجبال بیوتا، و شما می تراشید کوه را برای خودتون خانه درست می کنید. فاذکروا آلاء الله، ای قوم من یاد کنید نعمتهای الله را. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، شما نگردید در زمین فساد کنان، مفسد نگردید، فساد نکنید. بزرگترین فساد حالا خواندیم چی بود؟ شرک بود. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. اما ببینید سرمایداران، اشراف، به ظاهر اشراف، به صالح علیه السلام چی گفتند؟ قال الملأ الذین استکبروا، به مستضعفین گفتند ملأ یعنی سرداران، پولداران، فوداران، گفتند آنهایی که تکبر کردند از قومش. للذین استضعفوا، به فقرا گفتند، به مستضعفین گفتند. از این آیه و خیلی آیات الهی اینطور معلوم میشه که همیشه وقتی که انبیا مبعوث شدن بیشتر طرفدارانشان قشر مستضعف، قشر نادار بودند. چرا؟ اینها با پیروی و تبعیت انبیا علاوه از این که اخلاص داشتند هیچ چی را از دست نمیدادند. نه دنیایشون را از دست میدادند، نه پستشون را، نه عزت دنیوی را. اما اونها که ایمان نمی آوردند، مستکبران و سرمایداران، چون اونها هم اون پست را، مرجعیت را، سرداری را از دست میدادند و هم مال و متاع را. به این دلیل هر جا که قرآن میگه حب دنیا باعث شد که ایمان نیاورن، به این دلیل است که اونها میگفتند این مال، این جاه، این مقام، این ارزش، این سرداری، سروری، این بعد چی میشه؟ ما بریم کفش بردار بشیم، به قول مردم خادم بشیم. لذا این غرور بود. اما مستضعفین گفتن للذین استضعفوا، برای مستضعفین، لمن آمن منهم، اونهایی که ایمان آورده بودن از اون مستضعفین، به اونها گفتن اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، آیا شما میدانید، یعنی اعتقاد دارید، باور دارید که صالح فرستاده شده از جانب پروردگارش است؟ شما این عقیده را دارید؟ شما اگر عقیده را دارید، ما نداریم. اما غربا فقرا چه جواب دادن؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، ما بله ایمان داریم.
اون چیزی که صالح فرستاده شده، پیامی که او حاملش هست، ما به او ایمان داریم. اما مستکبران چی گفتن؟ قال الذين استكبروا، گفتند آنهایی که استکبار کردند، آنهایی که تکبر کردند، غرور از خود نشان دادند، انا بالذی آمنتم به کافرون، ما به اون چیزی که شما ایمان آوردید به آن ما منکریم، ما کافریم، قبول نداریم. لذا اولین عیبشون کفر بود، دومین عیبشون توهین شعائر الله بود. چیکار کردن بعد از اون؟ فعقروا الناقه، یعنی از پای در آوردن شتر را کشتند. و عتوا عن امر ربهم، و امر پروردگارشان را نافرمانی کردند، سرکشی کردند. و این مرض دوم، عناد دوم. اما عناد سوم بیباکی، بیپروایی، نترس بودن. گفته ای صالح هرچی که ما را میترسونی بیار، الان دیگه وقتشه، عذابت را بیار. وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، گفت ای صالح بیار برای ما آنچه که ما را وعده میدهی اگر واقعا فرستادش خدا هستی. بالاخره الله عزوجل میفرماید خودشون عذاب خواستن، فاخذتهم الرجفه. رجفه یعنی زلزله. اونطوری که از آیات قرآن مجید معلوم میشه برای این قوم دو نوع عذاب آمد. یکی از بالا صیحه و صاعقه آمد، چنان برق و صاعقه که بسیار صدای مهیبی داشت، صدای وحشتناکی داشت که در یک لحظه جگر اونها را پاره کرد. و از پایین زلزله. انسان وقتی که در محاصره عذاب خدا قرار بگیرد، هم از جلو، هم از پشت سر، هم از بالا، هم از پایین، از هر طرف محاصره میشه. اینا همینطور شدند. لذا از پایین زلزله آمد. فاخذتهم الرجفه فاصبحوا فی دارهم جاثمین، در خانه های اینها به زانو افتادند. به زانو افتادند یعنی مردند. فتولى عنهم، حالا بعد از این که صالح علیه السلام رفت، به اونها خطاب کرد، گفت ای قوم من به شما گفته بودم، من پیام پروردگار را به شما رساندم، شما را خیرخواهی کردم ولی شما گوش نکردید. حالا این جمله را کی گفت صالح؟ آیا به وقت رفتن؟ یک احتمالش همینه که وقتی که صالح داشت میرفت به قوم گفت. اما یک احتمال دیگرش که بیشتر مفسرین میگویند بعد از اینکه قوم هلاک شد صالح اونها را خطاب کرد. این خطاب برای حسرت دادن بیشتر به قوم بود. از بسیاری از آیات معلوم میشه که خداوند عزوجل بعد از اینکه اقوام را هلاک کرده، بعد از اینکه نابودشون کرده، انبیا را گفته که با اونها سخن بگویند. خب در اون وقت که اونها مردن چطور میفهمند؟ خدای عزوجل قادر است. خدا صدای انبیا را به اونها رسونده و اونها فهمیدند که انبیا چی میگویند. بیشتر اونها شکنجه شدند. عیناً همین چیزی که اینجا برای صالح اتفاق افتاد، قوم هلاک شد. بعد از هلاکت صالح میگه یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی، ای قوم من پیام ربم را به شما مگه نگفتم؟ من مگه خیرخواهی نکردم؟ چرا شما گوش نکردید؟ این قوم با وجودی که مرده بود، الله معجزتاً صدای صالح را، ندای صالح را، حرف صالح را به اونها رساند، فهماند. این برای حسرت بیشتر. همین کار را رسول الله با سران قریش کردند، با مشرکین مکه کردند. 70 نفر از سران که در رأس اونها ابو جهل بود، عتبه بود، شیبه بود، امیه بود،
اینها را وقتی که کشته شدند در یک چاله انداختند. حالا رسول الله بر اون چاله قرار گرفت و به اونها را خطاب کرد. من به شما نگفتم؟ اونجا صحابه گفتن یا رسول الله مگه اینها میشنوند؟ فرمود اینا از شما الان شنواتر هستند. منظور چی؟ منظور اینه که خدای تعالی بعد از عذاب میخواد بیشتر حسرت بده، عذاب روحی بیشتر. صدای پیامبر، ندای پیامبر و سخنرانی پیامبر معجزتا به اونها میرسه. اونها روحشون در دست خداست. لذا اینجا صالح پس بعد از هلاکت این را گفت فتول عنهم بعد ان جرى علیهم ما جرى علی ما هو الظاهر. ظاهر اینه بعد از اینکه اون چیزی که اتفاق افتاد گفت. متحسرا علی ما فاتهم من الایمان متحزنا علیهم. روح المعانی یعنی از بس که صالح حسرت میخورد که چرا اینها ایمان نیاوردند و غمگین بود برای اینکه اینها هلاک شدند و بدون ایمان رفتن. پیامبران دلسوزند. الله می فرماید فتولا عنهم، اعراض کرد از آنها، روی گردانی کرد از آنها. و قال یا قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی، گفت ای قوم من به شما رساندم رساله ربم را، یعنی پیام ربم را. و نصحت لكم، ای قوم من خیرخواهی کردم برای شما، من برای شما را نصیحت کردم. ولكن لا تحبون الناصحین، اما شما دوست ندارید خیرخواهان را، ناصحان را. وقتی که دوست نداری به این بلا گرفتار شدید. این عرض کنم که نمونه چندم بود؟ سوم. اول از قوم نوح، دوم از قوم هود، سوم از قوم صالح، چهارم قوم لوط و لوطا. بعد از اینها حضرت لوط بود. حضرت لوط اصلش مال عراق بود، برادرزاده سیدنا ابراهیم بود. وقتی که ابراهیم در عراق در بابل قوم خودش را دعوت داد، اصالت اینها از اونجا بود. وقتی که اونها را دعوت داد، خب همسرش حضرت ساره ایمان آورد و برادرزادهش لوط. بعد اینها باش هجرت کردند. ابراهیم دستور هجرت یافت، آمد به شام. اینجا که شام آمد، در یک گوشه شام منطقه بود به نام صدوم. این قوم اینجا بود. خدای تعالی سیدنا لوط را، پیامبر لوط را پیامبری داد، گفت برو اونجا. رفت اونجا. همین شهر صدوم و روستاهای به نام عموره بودند. اونجا اونها را تبلیغ میکرد. اونها یک مرضی داشتند، یک بدبختی داشتند به نام همون لواط، هم جنس بازی، که بجای اینکه به سمت بالاخره همسران خودشون برون برای نیاز جنسی خودشون، اونها میرفتن به کجا؟ به سمت هم جنس های خودشون. این یکی از بزرگترین عذابهای الهی هست. هر قومی که به این گرفتار بشه دیگه نهایت ذلت و پستی و خواری اون قوم را میرساند. در حدیث آمده، در یک روایتی است که در مجموع الزوائد آمده، یکی از تفسیرها ذکر کرده که رسول الله فرمود در نزدیک قیامت، که امروز ما میبینیم واقعا همین حالت است، در نزدیک قیامت شرایط طوری میشه که مردها به سوی مردها تمایل دارند و زنها به سوی زنها. یعنی این وقتی که آمد، این علامت قرب قیامت است که مرد هم جنس باز میشه، زن هم جنس باز میشه. گاهی طوری میشه که مرد از زن تنفر داره، زن از مرد تنفر داره. در این قوم، این قشر، اینهایی که امروز هم جنس باز است، از جنس مخالف تنفر دارند، میخوان نیاز جنسی خودشون را از جنس موافق خودشون، مرد با مرد، زن با زن، العیاذ بالله. و امروز ما میبینیم که این شرایط در دنیا فراهم شده. این بدبختی تا یک حدی هست. حالا در بسیاری از کشورها
این همجنس بازها انجمن دارند، حزب دارند، فعالیت دارند و در بسیاری از کشورها حتی نماینده پارلمانی دارند. در پارلمان ها اینها دارند از حق خودشون دفاع میکنند، میگویند این حق را به ما باید بدهید. حق چیه؟ باید شما در قانون تصویب بکنید که مرد بتونه با مرد ازدواج کنه، دو مرد با هم ازدواج کنند، دو زن با هم ازدواج کنند. از این پارلمان های عقب مانده و از این پارلمان هایی که از اون حد و حدود انسانیت افتادند، بعضی ها تصویب هم کردند. در بسیاری از کشورها همجنس بازی بالاخره به عنوان افتخاری هست. لذا این بدترین مرض است که انسان ها به او گرفتار میشن و اخیرا شنیده میشه در بعضی از کشورهای اسلامی همین همجنس بازها هستند، فعالیت های خودشون را در فضای مجازی دارند، از طریق فضای مجازی با هم دیگه ارتباط دارند و العیاذ بالله هم دیگر را پیدا میکنند و اون رابطه شوم و رابطه منحط و بدبختیشون را گاهی قائم میکنند. لذا این بدترین عذاب از خدای تعالی شهرهای ما را از شر این نوع انسانها پاک بگرداند، بلاد ما را، بلاد اسلامی را. چون اینها وقتی که پایشون بیفته اینا نحوست میارن. بدترین کار اینه. شما ببینید این قوم را وقتی که خدا هلاک کرد، اینجا به صورت مختصر نوشته، انشاءالله در سوره هود مفصلتر میخوانیم که این قوم را وقتی که خدا هلاک کرد چه عذابهایی برای اینها آورد. اینها را خدای عزوجل با شدت الله اینها را هلاک کرد. یک سه نوع عذاب معلوم میشه. یکی که اینها را سنگباران کرد الله تعالی و امطرنا علیهم مطرا، سنگباران کرد. در سوره هود هست سنگهای من سجیل، سنگ گل بودند ولی چنان حالت انفجاری داشتند که هر یکی منضود و در آیه دیگه است مسومتا عند ربک، روی اون سنگ نامش نوشته که این سنگ مال فلان خبیث است. وقتی که این میرفت به او میخورد درون بدنش میرفت و یک انفجاری میکرد که بدنش له میشد. پس یکی این که اینها سنگ باران شدند. دوم اینه که خدای تعالی دستور داد جبرائیل را تمام این شهر را بلند کنه، ببره به آسمان، از اونجا سرنگون کنه، محکم بزنه دوباره. در همین مسیر که بودن، در فضا که بودن، سنگها به اونها میخورد. و سوم صیحه، یعنی چنان فریادی که از اون فریاد اینها وحشت کردند. خداوند میفرماید فاخذتهم الصیحة مشرقین، صبحگاهان اون فریاد مهیب و این صدای وحشتناک که اونها را سکته داد، او اول آمد. فجعلنا عالیها سافلها، بعد از صیحه چیکار کردیم؟ بالای روستا را ما به برعکس کردیم، چپه کردیم، سرنگون کردیم. و سوم و امطرنا علیهم حجارة من سجیل، سنگ بارانشون کردیم. چه نیازی هست با یک چیز اینها هلاک میشد؟ از بس که خدا نشون میده نسبت به این قوم غضب داره، نسبت به این عملی که اینها میکردن. شرک هم میکردن، شرک همه اقوام میکردند. خدا نسبت به این عمل از بس که ناراضی هست، الله تعالی این شدیدترین عذاب را با شدیدترین وجه ذکر میکنه. الله میفرماید ولوطا اذ قال لقومه، لوط زمانی که به قومش گفت اتأتون الفاحشه، آیا شما به فاحشه و بی حیایی میایید، چنان بی حیایی که ما سبقکم بها من احد من العالمین، قبل از شما پیشی نگرفته، یعنی قبل از شما انجام نداده آن را هیچ یکی از عالمیان، هیچ یکی از جهانیان. خب تشریح فاحشه، این فاحشه چی بود؟ انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء،
همانا شما پیش مردها میایید به منظور شهوت رانی خودتان بغیر از زنها. بل انتم قوم مسرفون، بلکه در واقع شما قومی هستید، قوم متجاوز، از حد و حدود انسانیت شما تجاوز کردید. اما ایناد قوم گفتند ای لوط با ما بحث نکن، بیار همون عذابت را بیار. و ما کان جواب قومه، نبود جواب قومش الا ان قالوا اخرجوهم من قریتکم، مگر آنها گفتند بیرون کنید اینها را از قریه خودتون، از شهر و کاشانه خودتان. چرا؟ انهم اناس یتطهرون، همانا اینها انسانهایی هستند که پاکی را میخواند، یعنی میخواند پاکی زندگی کنند. مسخره میکردند. اینا زندگی پاکی میخواند، اینها میخواند که آدمهای حساب شده و پاکی باشند. فانجیناه و اهله، حالا در جامعه ما کسانی میخواند با پاکی زندگی کنند. در میان جوانها اصطلاحی هست که کسان میخوان با پاکی زندگی کنند، درستی زندگی کنند، با میخوان عبادت کنند. میگه بچه مثبت شدی. بچه مثبت یعنی کسی که مثبت عمل میکنه. یعنی این الان یک مسخره است. لیاذ بالله. کسی درست میخواد، کسی میخواد نماز بخونه بهش میگن بچه مثبت. کسی روزه میگیره، یعنی این یک نوع تمسخری است. تو راه اینها رفتی، راه عابدین خدا رفتی. حالا اینها هم همین مسخره را کرده. این وجه شب بود این جوانان ما را خدا از این دور بدارد. بالاخره اینا گفته اینا میخوان پاک زندگی کنن. الله میفرماید فانجیناه و اهله الا امرأته، ما او را نجات دادیم و اهل او را نجات دادیم مگر زنش. دو تا دخترش فقط ایمان آورده بودند. سبحان الله. پیامبر خدا چقدر زحمت کشیده، بغیر از دو تا دخترش کسی دیگه حتی زنش ایمان نیاورد. فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، یک خانه فقط مسلمان شده بود، اونم خانه کی بود؟ لوط بود. اونم کل خانواده نه، زنش ایمان نیاورد. الا امرأته، مگر زنش، کانت من الغابرین، این از ماندگاران شد، یعنی اونجا ماند به سبب نفاق. و امطرنا علیهم مطرا، ذکر بخشی از عذاب. ما باراندیم بر آنها باران سنگ. مطرن یعنی نوع خاصی از مطر، نه این مطر عرض کنم که باران آب، بلکه نوع خاصش که سنگ بود. فانظر کیف کان عاقبت المجرمین، ببین عاقبت مجرمان چگونه شد، عاقبت انسانهای مفسد چی شد. تا به امروز این شهرشون که شهر صدوم بود و چون سرنگون شد به اونجا محکم زده شد، یک دریاچه اونجا درست شده، دریاچه سیاه میگویند. اسمش بحر لوط هم است، بحر میت هم است. بحر میت به این خاطر میگویند که اونجا هیچ موجودی نمیتونه زنده بمانه. تو اون آب ماهی نیست، آبزی نیست مطلقاً، لذا بحر میت هست. اصلا چنان بوی دارد، چنان تعفنی هست که شما نمیتونید اونجا بمانید، تحمل نمی کنید. لذا الله تعالی این را باعث عبرت قرار داد. فانظر کیف کان عاقبت المجرمین، ببین عاقبت و انجام انسانهای مجرم چی شد. اونهایی که در دنیا میخوان با گناه، با معصیت، با خلاف دستور پروردگار میخوان کار بکنند. و الی مدین اخاهم شعیبا، این دلیل نقلی پنجم هست. ببینید همه انبیاء آمدند مثل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برای دعوت توحید، برای رسوندن پیام پروردگار. اما درباره مدین به صورت مختصر عرض کنم. مدین اسم شهری هست که این شهر از دریای سرخ به اصطلاح بحر احمر، از سواحل دریای احمر تا فلسطین امروز، همین صحرای سینه، در همین منطقه واقع شده بود.
اما اصل این شهر را به نام پدر بزرگشون، به نام جد امجدشون، مدین جد اونها بود، جد اهل اون شهر بود. میگویند مدین از فرزندان سیدنا ابراهیم علیه السلام. ابراهیم یک زن سومی داشت به غیر از هاجر و ساره به نام قطوره. خدای عزوجل از شکم قطوره فرزندی داد. خداوند جمعا به ابراهیم 8 تا فرزند داده بود. 2 تا ابراهیم و اسماعیل و اسحاق بودند، 6 تا دیگه بودند از شکم قطوره بودند. والله اعلم، تو تفسیرها اینجور نوشته. این مدین فرزند سیدنا ابراهیم بود. بعدن وقتی که مدین فوت کرد، همون جا آبادی که درست شد از فرزندانش به نام خودش پدرشون گذاشتن، جدشون. بعدن شهر بزرگی بود به نام شهر مدین. لذا اینها هم 2 تا از مشکلات و مریضی ها داشتند. یکی شرک بود و یکی دیگه عرض به خدمت شما که در کیل و وزن اینها خیانت می کردند، در معاملات داد و ستد خائن بودند، مردم را فریب می دادند، چیزی که حق مردم بود کم بهش می دادند. لذا الله عزوجل حضرت شعیب را که یکی از پیامبران بود برای اونها فرستاد. اما حضرت شعیب آمد، اونها حرف شعیب را قبول نکردند. هرچی تبلیغ کرد بالاخره شعیب را تهدید کردند، باش جر و بحث کردند، آخر میخوانیم که عذاب گرفتار شدند. اما در قرآن کریم داریم علاوه از اهل مدین، شعیب برای اهل ایکه هم رفت. کذب اصحاب الایکه المرسلین. ایکه به معنای باغ گنجان، باغی که درختانش گنجان و انبوه باشند، اون را میگه ایکه. بعضی معتقدند که این ایکه و اهل مدین یکی هستند، چون باغهایش بسیار باغهای پر درخت و پر میوه بودند، لذا به این مدین ایکه هم میگویم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مرض اینها هم در کیل و وزن خیانت بود. درباره ایکه هم میآید که در کیل و وزن خیانت میکردند. اما بعضی از مفسرین گفتن نه، ایکه بعد از اینکه اهل مدین هلاک شدند، حضرت شعیب منصوب شد و تعیین شد برای اهل ایکه. ایکه در میان شام و حجاز بود و اونجا برای اونها جداگانه حضرت شعیب تعیین شد. والله اعلم. لذا اینجا بحث مدین است. الله می فرماید و الی مدین اخاهم شعیبا، به سوی مدین برادرشان شعیب را ما فرستادیم. قال یا قوم اعبدوا الله، گفت ای قوم فقط و فقط الله را عبادت کنید. ما لکم من اله غیره، نیست برای شما هیچ معبودی بجز الله. قد جاءتكم بینة من ربکم، همانا برای شما بینه آمده، دلائل توحید، معجزه از جانب رب شما. لذا ای قوم، ضمن اینکه ایمان خودتون را اصلاح می کنید، عمل را هم اصلاح کنید. فاوفوا الکیل والمیزان، کامل کنید کیل و وزن را، خیانت نکنید، در حق مردم کوتاهی نکنید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، کم نکنید در اشیاء مردم. وقتی که به مردم چیزی که باید بدهید، حقی که باید بدهید، کم نکنید. لا تبخسوا یعنی لا تنقصوا حقوقهم. بنده قبلا خدمت شما عرض کردم در اون زمانها کیل و وزن بود. هر چی باشد، هر مقیاسی و هر معیاری باشد، چه متر باشد، چه سانت باشد، چه گرم باشد، چه غیر از اینها باشد، چه لیتر باشد، چه ساعت باشد. شما یک جای کار قرارداد میبندید که 8 ساعت کار کنید، 4 ساعت کار کنید، 100 ساعت کار کنید. بالاخره همون ساعت ها را اگر انسان
کوتاهی بکنه، اینم تطفیف است، اینم خیانت در کیل و وزن هست. لذا الله می فرماید ذالکم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فساد نکنید در زمین بعد از اصلاح زمین. فساد چیه؟ شرک، کفر. بعد اصلاح یعنی بعد ارسال الرسول والکتب، خدا فرستاده رسولان و کتابها که زمین اصلاح بشه، اهل زمین اصلاح بشه، شما دوباره به سوی کفر نروید. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، این بهتر است برای شما. این بهتری به اعتبار آخرت تنها نیست، برای دنیا و آخرت شما بهتر است اگر شما مؤمن باشید. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل الله، همون کاری که ابو جهل و امثال ابو جهل با حضرت رسول صلی الله علیه وسلم انجام میدادند، قوم شعیب با شعیب میکردند. در مسیرها می نشستند، در راهها می نشستند، مردم که می آمدند مردم را تهدید میکردند. یه وقتی پیش این پیرمرد نرید، پیش شعیب نرید، گمراه میشید. هی تبلیغات میکردند. همون کاری که عرض کردم در ایام حج، وقتی که مردم می آمدند برای حج، تقسیم کرده بودن ورودی های مکه را. ابو جهل تقسیم کرده بود، میگویند 14 یا 15 تا ورودی بود. این شهر، هر شهری، حالا این شهر ما یک ورودیش از طرف خاش، یکی از طرف میرجای، یکی از طرف این روستا، یک طرف اون روستا، از طرف کرمان است، از طرف سیستان است، از هر طرف یک شهر ورودی داره. مکه تقریبا 15 تا ورودی داشت. از 15 سمت مردم، اقوام به مکه می آمدند. در این 15 دهنه و ورودی مردم تعیین کردند. ابو جهل هر کس که آمد بهش بگی که ببینید العیاذ بالله نسبت به رسول الله میگفتن دیوانه است، مجنون است، نزدیکش نروید، ببین فریب نخورید. به گمان خودشون مردم را تفهیم میکردند. اینها هم مردم را تهدید میکردند. ولا تقعدوا بكل صراط، كانوا يقعدون على الطرقات. قوم شعیب می نشستن بر راهها، راهایی که المفضیه الى شعیب. به کی می رسید؟ به شعیب. فیتوعدون من اراد المجیء الیه، هر کسی میخواست پیش فرعون، پیش شعیب بیاد، او را می ترسوندن. و یصدونه و یقولون انه کذاب فلا تذهب الیه، دروغ میگه، نرو پیشش، نرو. کما کانت قریش مکه تفعله مع النبی صلی الله علیه وسلم، همون کاری که قریش با رسول الله میکرد. لذا می فرماید ولا تقعدوا بكل صراط، ننشینید در هر راهی که توعدون، مردم را بترسانید. توعدون یعنی تخوفون. و تصدون عن سبیل الله، باز بدارید از راه خدا، باز بدارید من آمن به، هر کسی که به او ایمان آورده. و تبغونها عوجا، و در اون راه کجی بخواهید و بطلبید. و اذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، ای قوم یاد کنید زمانی که شما کم بودید. اینکه ما جمعیت ما زیاد باشه اینم یک نعمتی هست. رسول الله به عنوان یک نعمت و به عنوان یک افتخار ذکر میکنه که در روز قیامت امت من اینقدر زیاد خواهد بود. به صحابه میگه شما میدونید شما نصف بهشتی‌ها را تشکیل میده، نصف اهل بهشت از این امته. چقدر خوبه. ما مؤمنین، مجاهدین، عرض کنم صالحین، جمعیت زیاد باشه چقدر انسان خوشحال میشه. لذا کثرت جمعیت خوبه. وانظروا کیف کان عاقبت المفسدین، ای قوم نگاه کنید چگونه شد عاقبت مفسدین، کسانی که مثل شما فساد کردن، شرک کردن در گذشته، به چه عذابی گرفتار شدن. و ان کان طائفه منکم آمنوا بالذی ارسلت به و طائفه لم یؤمنوا، حالا ای قوم شما دو گروه شدید، یک گروه به من ایمان آورده، یک گروه ایمان نیاوردید. اگر ایمان آورده یک گروهی به اون چی که من فرستاده شدم و طایفه ایمان نیاورده، گروه دیگه ایمان نیاورده، هر دو صبر کنید. فاصبروا، اینجا وعید است، یعنی صبر کنید عذاب میاد و برای مؤمنین نجات میاد. فاصبروا حتی یحکم الله بیننا، صبر کنید تا اینکه خدا بین ما فیصله کند. و هو خیر الحاکمین، اون بهترین فیصله کننده است، به وقت فیصله میکند.
وقتش که برسد فیصله خودش را میکند. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، اما گفتن سرداران، اون سرداران و اون اشرافی که تکبر کردن از قومش، اونها جوابی نداشتن، تهدید کردن لنخرجنک یا شعیب، ای شعیب ما تو را بیرون میکنیم، والذین معک، شما را تبعید میکنیم از این شهر، یا ساکت بشینید یا شما و تمام پیروان شما را، والذین معک آمنوا معک، اونهایی که ایمان آوردن همراه با تو، اونها را بیرون میکنیم من قریتنا، از شهر ما، برید جای دیگه، او لتعودن فی ملتنا، یا به دین ما برگردید. شعیب گفت اجباریه، اولو كنا کارهین، ای انعود فی ملتکم ولو كنا کارهین، آیا به دین شما باید برگردیم گرچه این نخواهیم به زور؟ اگر ما این کار را بکنیم خب ما عقیده نداریم، اون وقت به خدا افترا گفتیم، خدا شریک نداره، ما بگیم شریک داره. قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم، همانا افترا گفتیم بر خداوند عزوجل، افترای دروغ، بعد از اینکه الله عزوجل ما را نجات داد از این دین شرکی. ان عدنا فی ملتکم، اگر برگردیم به ملت شرکی شما، دین شرکی شما، بعد ان اذ نجانا الله منها، بعد از اینکه خدا ما را نجات داده. و اینجا استقلالش را ذکر میکنه، ما هیچ وقت بر نمیگردیم، و ما یکون لنا ان نعود فیها، برای ما نیست اینکه ما به اون دین شرکی برگردیم، الا ان یشاء الله ربنا، مگر خدا که رب ماست بخواد. خدا ما را علیاذ بالله اگر گمراه بکنه اون چیزی دیگه هست. وسع ربنا كل شیء علما، رب ما هر چیزی را در بر گرفته از نظر علم. علی الله توکلنا، ای قوم فقط و فقط بر خدا ما توکل کردیم. حالا دعا میکنه، بعد از این مناجات میکنه، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، بار الها فیصله کن بین ما و بین قوم ما، فیصله کن بحق، فیصله کن. شعیب علیه السلام اینجا نیامده، در آیات دیگه آمده نماز زیاد میخواند. قال ابن عباس کان شعیب کثیر الصلاة، خیلی نماز میخواند. بعد از نماز این دعا را کرد. اونا گفتن اصلاتک تأمرک، این نماز تو را چنین چیزی میگه که ان نترک ما یعبد آباؤنا؟ لذا معلوم میشه که به دو چیز شعیب که قرآن ما را هم توصیه کرده، استعینوا بالصبر والصلاة، شعیب پایبند بود، هم نماز هم صبر هم دعا کرد. پس ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، بار الها فیصله بفرما بین ما و بین قوم ما، بحق فیصله بفرما، و انت خیر الفاتحین، تو بهترین فیصله کننده هستی. و قال الملأ الذین کفروا من قومه، این گمراهی رؤسای قوم شعیب، گفتن ملأ، گفتن سرداران آنهایی که کفر کردند از قوم شعیب، لئن اتبعتم شعیبا، اگر شما پیروی کنید شعیب را، انکم اذا لخاسرون، همانا شما در این هنگام از خاسران واقع می شوید، از زیانکاران واقع می شوید. اونها گفتن اما نمیدونستن که خودشون ضرر و زیان کردن. الله عزوجل عذاب را ذکر می فرماید، فاخذتهم الرجفه، زلزله اونها را گرفت. برای اینها هم زلزله بود و هم صیحه بود. فاصبحوا فی دارهم جاثمین، همه این قوم در خانه هایشان به زانو افتادند. جاثمین، میتین، خامدین، چراغ زندگیشون خاموش شد. خداوند برای اونها نابودی آورد، برای اونها هلاکت آورد.
الله تعالی می فرماید الذین کذبوا شعیبا، آنهایی که پیامبر ما شعیب را تکذیب کردند، کأن لم یغنوا فیها، چنان زود از این زمین محو شدند و زمین از وجودشون پاک شد که کأن لم یغنوا فیها، گویا در این زمین به سر نبردند، در این زمین هیچ زندگی نکردند. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، آنهایی که شعیب را تکذیب کردند اینها زیانکارترین انسان ها بودند. بالاخره همونطور که خواندی حضرت صالح بعداً قوم را خطاب کرد، شعیب هم بعد از هلاکت و بعد از مردن اونها را خطاب کرد. فتولی عنهم، برگشت از اونها یعنی رفت. و قال یا قوم، خطاب کرد ای قوم من، لقد ابلغتكم رسالات ربی، من به شما رساندم پیام ربم را، من پیامی که از جانب رب بود اون پیام را به شما گفتم. و نصحت لكم، و من شما را نصیحت و خیر خواهی کردم، هرچی که شرط بلاغ بود من رساندم. فکیف آسا علی قوم کافرین، اما اکنون چگونه من غم بخورم بر قوم کافر؟ حالا چه غمی دیگه بخورم؟ شما خودتون قبول نکردید. لذا این داستان پنجم بود. اینها همه درس هستن برای قریش، ولی متاسفانه قریش درس نمیگیرد، قریش متوجه نمیشه. هرچی که خدا از اقوام گذشته میگه که ای بیچاره ها، شما هم انجام شما این خواهد بود، نتیجه انکار شما و نتیجه شرک شما این خواهد بود، اما قریش متوجه نبود. حالا الله عزوجل بعد از این داستان ششم بعدا می آید، اون مفصل است، از موسی و فرعون است، اما اینجا خداوند در وسط، چون هدف داستان نیست، هدف قصه گویی نیست، هدف بیان تاریخ محض نیست، هدف درس، هدف موعظه هست. منظور اینه که اینها از این داستانها برای خودشون چیزهای خوبی بیاموزند، پندهای زیبایی را برداشت کنند. لذا اونها را خداوند خودش اون چی که باید آموخت، اون چی که باید درس گرفت، اون چی که باید فهمید، در لابلای این آیات الله یادآوری می کند. و ما ارسلنا فی قریة من نبی، الله می فرماید ما در هیچ قریه‌ای هیچ نبی را نفرستادیم مگر ابتدا وقتی که اهل قریه انکار کردند، الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء، مگر ما گرفتیم مؤاخذه کردیم اهل اون قریه را با سختی ها و ضررها. بأس ها شدت مالی و فقر مالی را میگویند، و ضراء فقر جانی، شدت جانی، منظور مریضی ها. وقتی که به حرف انبیا گوش نکردند، هم خدا قحطی آورد، هم خدا کساد در بازارشون آورد، بازارها بیرونق و خراب شد، و دیگه اینکه انواع مریضی ها گرفتار شدند. این دوتا از مشکلاتی که خدا میاره. چرا میاره؟ لعلهم یضرعون، خدا میاره تا اینها تضرع کنند. هدف خداوند عزوجل نمیخواد بندگان خودش را اذیت بکنه، میخواد بندگان را از این طریق هدایت کنه. پس گاهی اگر مشکلی از سوی پروردگار میاد، مصیبتی، رنجی، ناراحتی، هدف اینه که ما به سوی پروردگار برگردیم، تضرع کنیم، اما بعضی وقتا ما نمیفهمیم. لذا نباید انسان نفهم باشه، باید بفهمه، باید متوجه بشه که خداوند این مشکل را آورده. حالا یکی برایش ضرر مالی پیش میاد، ورشکست میشه، یکی دیگه عرض کنم گوسفندایش همش میمیره، باغش خراب میشه، یکی عزیزانش را از دست میده. اینا برای این هست خدا بر او عذاب نفرستاده، او قطعا غافل بوده،
الله میفر لعلهم یضرعون، تا اینکه اینها تضرع کنند. اما بعضی ها نمیفهمند، بعضی ها سنگ دل میشوند، سختتر میشوند. خدا وقتی که میبینه که بنده تذکر نمیگیرد، بعدا خدا خودش سختی ها رو میبره، آسانی میاره، تا اینکه این اگر غافل تر بشه، اگر دلش سنگتر بشه، به اوج سرکشی و ضلالت برسه، بعدا یهو گرفتاری هایش و مصیبتش شروع بشه که از این دنیا کلا دنیا از وجودش پاک بشه. اینجا اشاره به همینه. الله می فرماید ثم بدلنا مکان السیئة الحسنه، سپس ما تبدیل می کنیم به جای سیئه بدحالی، الحسنه خوشحالی، حالش خوب میشه، وضعش خوب میشه، به جای فقر دارا میشه، به جای مریضی سالم و تندرست میشه. حتی عفو حتی کثروا، عفو به معنی کثروا، حتی همه چیز فراوان، اینقدر نعمت داره. و بعد میگه که اگر دیروز برای ما مشکلات آمده، همیشه این هست، این در دنیا بوده، طبیعیه. مگه برای پدران ما نبود؟ برای نیاکان ما نبود؟ اینطور میگه و قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، میگویند همانا ضررها و همچنین سختی ها، ضررها و خوشی ها رسید. یعنی یک روز خوش بود، یک روز ناخوش، یک روز مریض بود، یک روز سالم، پدران ما. فاخذناهم بغتة، الله میفرما وقتی اینطور میگویند یعنی این طبیعی است، اصلا از خدا نمیدانند این را، ما ناگهان اونها را مؤاخذه کردیم و هم لا یشعرون، اصلا اونها تا آخر نفهمیدن، درک نکردن، متوجه نشدن. لذا الله عزوجل میفرماید سختی ها به این دلیل می آید. اما اگر شما انسان ها، شما که در این شهرها زندگی می کنید، شما که در این آبادی ها زندگی می کنید، شما که در این روستاها زندگی می کنید، اگر شما ایمان درست حسابی داشته باشید و خدا ترسی و تقوا داشته باشید، برای شما همه نعمت ها را فراوان می کنیم، همه چیز را الله می فرماید میریزیم بر شما. ولو ان اهل القرى آمنوا، اگر اهل قریه ها و اهل شهرها و روستاها ایمان بیاورند، ایمان به خدا و رسول، واتقوا، پرهیز کنند از کفر و شرک، راه تقوا و پرهیزگاری را پیش بگیرند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، البته که ما باز میکنیم، میگشاییم بر آنها برکاتی از آسمان و زمین، ولکن کذبوا، اما الله میفرماید اینها به جای ایمان تکذیب کردند، قریشی ها به جای ایمان تکذیب کردند، اقوام گذشته تکذیب کردند، فاخذناهم بما كانوا یکسبون، ما اونها را مؤاخذه کردیم به سبب آنچه که کسب کردند. و حالا الله عزوجل دو آیه ذکر می فرماید که از این دو آیه خلاصه و نتیجه اینه که هیچ کسی نباید از عذاب خدا ایمن باشه. هیچ وقت ما فکر نکنیم که به ما را خدا عذاب نمیده چون ما مسلمانیم، چون ما مسجدی هستیم، چون نماز میخوانیم، چون فلانیم. نه، الله عزوجل میفرماید که وقتی که عذاب خدا بیاد میاد. لذا بدترین چیز اینه که انسان نسبت به عذاب خدا چی باشد؟ ایمن باشد. حسن بصری جمله جالبی داره، میفرماید عجیب است، مؤمن که اطاعت میکند از خدا میترسد، مؤمن که اطاعت میکند از خدا میترسد، اما فاجر و فاسق که شب و روز گناه میکنه او مطمئن افامنوا مکر الله، او هیچ نمیترسد. رسول الله صلی الله علیه و سلم با اون مقام بلند و شامخش
ام المؤمنین عایشه میگه هرگاه که بادی میوزید مقداری تند میشد چهره رسول الله متغیر میشد. میگفتم چرا ناراحتی یا رسول خدا؟ میگفت ای عایشه میترسم عذابی نباشه. فوراً به سوی نماز متوجه میشد، به سوی دعا و نیایش. لذا بدترین چیز اینه که ما فکر بکنیم ما دیگه نجات یافته ایم، ما دیگه به خدا رسیده ایم. نه، هیچ وقت باید از مکر خدا، یعنی از تدبیر خدا، از عذاب خدا باید ایمن نباشیم. حتی شمایی که نماز میخوانید، الله تعالی میفرماید افامن اهل القرى، آیا ایمن هستند، بیغم هستند اهل قریه ها و روستاها، ان یأتیهم بأسنا، این که میآید پیش اونها عذاب ما، ضحا بیاتا، به وقت بیتوته، به وقت شب. آیا بیغمه؟ عذاب نمیاد. و هم نائمون، در حالی که اینها خواب هستند. شما مشاهده میکنید اکثر عذاب ها نیمه شب میاد یا نمیاد؟ تمام مردم خوابیدن، یهو زلزله میاد، همه زیر آوار، فرصت فرار نمیشه. او امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا، آیا ایمن هستند اهل قریه ها این که بیاید عذاب ما به وقت ظهر، به وقت روز، و هم یلعبون، در حالی که اونها بازی میکنند. لعب میکنند غفلت را، خدا فراموشی را. روزها مردم یا مشغول داد و ستدند، یا بازی و ورزشند، یا مسابقه و معامله هستند. لذا آیا ایمن هستید که در این وقت غفلت عذاب نیاد؟ افامنوا مکر الله، آیا ایمن هستند از عذاب الهی؟ مکر الله یعنی عقوبت الله. آیا ایمن هستند از مؤاخذه پروردگار؟ نباید هیچ کسی ایمن باشد. فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. الله می فرماید بیغم نمیشه از مکر الهی، یعنی از عقوبت خدا، از مؤاخذه خدا، الا القوم الخاسرون، مگر قوم زیانکار. پس همیشه من و شما خودمون را بیغم ندانیم، همیشه باید ترس باشد، همیشه مؤاخذه خدا. همیشه وقتی که دعا میکنیم، دعا یکی از دعای رسول الله همینه، اللهم لا تهلكنا بعذابک، خدایا ما را با عذابت هلاک نکن، ولا تقتلنا بغضبک، با غضبت ما را نکش. لذا همیشه باید این دعا بشه، همیشه از عذاب و مؤاخذه الهی باید ترسید. فلا یأمن مکر الله، از مکر و مؤاخذه خدا چه کسی ایمن است؟ چه کسی نمی ترسد؟ زیانکاران، اینهایی که شب و روز فسق و فجور میکنن، گناه و معصیت اینا نمی ترسن. شما اهل ایمان باید بترسید. حالا الله تعالی می فرماید همین هایی که وارث زمین هستند، الان ما امروز وارث زمین هستیم، 100 سال پیش نسل دیگه بود، الان اونا نیستند. بعد از ما هم هر نسلی رفته، الله عزوجل می فرماید خیلی ها در گذشته به سبب گناهشون مؤاخذه شدند، به اونها فکر نمی کنه یک روزی صاحب این زمین اونا بود، الان شمایید. اولم یهد للذین، یهد اینجا به معنی روشن شدن است، واضح شدن است، هدایت به معنی ظهور. اولم یهد للذین، آیا ظاهر و آشکار نشد، للذین یرثون الارض، برای آنهایی که وارث زمین می شوند، من بعد اهلها، بعد از هلاکت اهل. یک روزی صاحب این زمین فرعون و فرعونیان بودند، یک روزی قوم عاد بود با اون قدرت و تنومندیش، یک روزی قوم ثمود بود با اون قدرتش. الله می فرماید اینهایی که وارث زمین شدن امروز، اینها نمیدونن بعد از هلاکت اهل قبلی زمین، لو نشاء اصبناهم بذنوبهم، اگر ما بخواهیم ما اونها را
به مصیبت گرفتار میکنیم. اصبناهم میرسیم به اونها به سبب گناهشان، یعنی اونها را هلاک میکنیم. و نطبع علی قلوبهم فهم لا یسمعون، و ما بر دل اونها مهر میزنیم که اونها موعظه و پند را گوش نمیکنند. الله میفرماید تمام این قریه هایی که گذشتند، این قریه ها کدوم بود؟ مصر که تازه بحثش میاد، مدین، صدوم، احقاف، قوم ثمود، حجر، همه این قریه ها. یا مال حضرت نوح علیه السلام کجا بود؟ عراق. قدیمی ترین شهر عراق است، ملک که آباد بود مردم. الله می فرماید تلک القرى نقص علیک من انبائها، این قریه ها که ما تعریف میکنیم بر تو از اخبار آن. ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات، همانا پیش اینها پیامبرانشان همراه با معجزات آمدند. پیامبران آمدند، معجزات آوردند، اما اونها مثل شما قریشی ها ایمان نیاوردند. فما كانوا لیؤمنوا بما كذبوا من قبل، اینها نبودند ایمان بیاورند به سبب اینکه قبل از این تکذیب کردند. وقتی که تکذیب کردند، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرین، این گونه الله مهر میزند، مهر جباریت میزند بر دل کافران. و ما وجدنا لاکثرهم من عهد، من نیافتیم برای اکثر اونها هیچ عهدی، هیچ عهدی. و این وجدنا اکثرهم لفاسقین، همانا ما یافتیم، این مخففه من المثقل است، ما یافتیم اکثر اونها را فاسق، فاجر، از حدود طاعت و بندگی خارج. ببین منظور از عهد چیه؟ عهدی که با انبیا بستند که خدا را عبادت کنه، اون عهد را بعضی میگه عهد الست هست و چند قول هست اینجا. و ما وجدنا لاکثرهم من عهد، منظور چه عهدی هست؟ حضرت عبدالله ابن مسعود، اول عبدالله ابن عباس میگه منظور از این عهد عهدی است که در وادی الست، در وادی ارواح معروف به عهد الستو بربکم، همه با خدا بستند. اون عهد را الله میفرماید اکثر انسان ها شکستند. حضرت عبدالله ابن مسعود میگه نه، هر انسان برش وقتی مصیبتی میاد، برش مشکلی میاد، با خدا عهد میبنده، میگه خدایا دوباره از این اشتباهات نمی کنم. همین که شما مشکلی برای شما میاد دعا میکنی خدایا من توبه میکنم، این توبه عهدیه، یعنی دوباره من گناه نمی کنم. ابن مسعود روایتی میکنه که منظور این عهدی هست که ما انسان ها به وقت توبه با خدا عهد میبندیم. حسن بصری رحمه الله که از تابعین هست، ایشون میگه که هر قومی با پیامبر خودش بعد عهد میبنده، که چنانچه اینجا قرطبی همین گفته که عهد الیهم مع الانبیاء ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا. هر قومی با پیامبر این عهد را بسته که فقط خدا را عبادت میکنه و با خدا هیچ کسی را شریک نمیسازه. وقتی به پیغمبر ایمان آوردیم معنیش همینه. اما بعد از رفتن پیامبران عهد را شکستند. حالا بعد از رفتن سیدنا نوح دوباره شرک آمد، بعد از رفتن سیدنا هود دوباره شرک آمد، بعد از رفتن صالح دوباره شرک آمد، بعد از انبیا دوباره. حقیقتش اینه که ما این عهد را به همه معناها بکنیم، هر عهدی باشد، هر سه این قول درسته. چه اون عهدی که ما با خدا در وادی الست بستیم، چه اون عهدی که به وقت گناهان و مصیبت و مشکلات با خدا میبندیم و توبه میکنیم، چه اون عهدی که ایمان آوردیم به پیغمبر و با پیغمبر بستیم. الله میفرماید و ما وجدنا لاکثرهم من عهد، اکثر انسانها را ندیدیم که به عهد خودشون عمل کنند، یعنی عمل
نکردن. و این وجدنا اکثرهم لفاسقین، همانا ما اکثر انسانها را یافتیم فاسق یافتیم، یعنی از طاعت خدا خارج شدند، از حد و مرز عبادت خارج شدند. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا الى فرعون و ملئه. الله عزوجل 5 تا دلیل ذکر کردند، دلیل عرض به خدمت شما نقلی از انبیاء گذشته. این دلیل ششم هست، این دلیل ششم هست، اما این دلیل نسبت به اون دلائل مفصل تر است. اما قبلا یک نکته خدمت شما عرض کردم، اینجا اون نکته را دقت بفرمایید. خداوند گاهی یک داستان طولانی را وقتی ذکر می کند، یه جریانی را ذکر می کنه که جریان مقدار طول می کشد. خب ذهن انسان معمولا اشتیاق داره، علاقه داره به ابعاد اون قصه که چی شد و چی نشد و به طرف اصل قصه میره، از هدف، از درسی که باید از قصه بگیره گاهی چی میشه؟ غافل میشه. لذا قصه وقتی که طولانی باشد ابتدا خدا خلاصه ای از اون را ذکر میکند و نتیجه میده که بفهمید منظور این هست، این نتیجه هست. هدف قصه نیست، این قرآن کتاب تاریخ نیست. مثلا داستان حضرت یوسف بیان شده، در اون رکوع اول خلاصه ای از داستان آمد، بعدا از رکوع دوم تفصیل داستان شروع میشه. داستان اصحاب کهف هم نسبتا مفصل، اول یک خلاصه میاد، چی کردن، چی شد، نتیجه چی شد، بعدا اون تفصیل داستان چی میشه میاد. اینجا هم خدای عزوجل اول داستان موسی و فرعون را به صورت خلاصه می فرماید. ثم بعثنا من بعدهم موسی، سپس بعد از اون رسول ما فرستادیم موسی را به آیاتنا، همراه با معجزات و آیات خودمون، الی فرعون. بعدا در تفصیل میاد این آیات چی بودند. الی فرعون و ملئه، به سوی فرعون و درباریان فرعون فرستادیم. فظلموا بها، نتیجه اونا ظلم کردند، ستم کردند به این آیات، یعنی انکار کردند. این خلاصه اینه، موسی همراه با معجزات و آیات آمد، فرعون انکار کرد. چی شد؟ فانظر کیف کان عاقبت المفسدین، ببین عاقبت مفسدان چطور شد. یعنی عاقبتشون غرق شد، عاقبتشون هلاکت شد، تباهی و بدبختی شد. پس انسان درسش را از اینجا میگیره که وقتی که پیغمبری از سوی خدا می آید باید به او ایمان آورد، باید اون چی که او میگوید علی الرأس والعین پذیرفت، بهش عمل کرد. اگر نپذیرفتیم انجام فرعون میشه، اگر قبول نکردیم نتیجه فرعون میشه. پس الله عزوجل ابتدا عرض به خدمت شما که این گفته، بعدا الله عزوجل تفسیر. وقال موسی، حالا از اینجا تفصیل شروع میشه. وقال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین. موسی گفت ای فرعون، همانا من رسول هستم، من فرستاده هستم، از جانب رب عالمیان هستم. حقیق علی الا اقول، حقیق یعنی واجب، لازم، اصل معنیش از سزاوار، لایق است، یعنی واجب و لازم است. علی الا اقول علی الله الا الحق، این که من نگویم بر خدا مگر حق را بگویم، درباره خدا اون چه که راست و حق است باید بگویم. ای فرعون قد جئتکم ببینة من ربکم، همانا من آوردم، بینه آوردم یعنی دلیل واضح آوردم، معجزه آوردم، از جانب رب شما آوردم. لذا دو چیز از تو میخوام، یکی ایمان،
یکی آزادی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل را به بردگی گرفته بود. فارسل معی بنی اسرائیل، همراه با من بنی اسرائیل را بفرست. اما فرعون وقتی که دید که موسی دم از آیه و از معجزه میزنه، گفت خب آیت را بیار. قال این کنت جئت بآیه، اگر تو معجزه آوردی، آیه آوردی، فأت بها، بیاور آن را، این کنت من الصادقین، اگر راست میگی. الله میفرماید فالقى موسی عصا، موسی عصایش را انداخت، فاذا هی ثعبان مبین، در این هنگام اژدهای واضحی بود. ثعبان یعنی اژدها. حالا در آیات دیگه چیز دیگه، تعبیر دیگه بکار برده. فاذا هی حیه تسعى، حیه در زبان عربی میگویند این مار کوچک را میگویند، ماری که خیلی فرز هست و مثل اینکه چنان تند میره فکر میکنی پرش میکنه، بسیار ظریف هست، کوچک هست. حالا اینجا هست اژدها. اژدها میدونیم مار بزرگ را میگند. آیا این تعارض بین دو آیه نیست؟ یه جایی میگه اژدها، یک جایی میگه حیه، مار ضعیفی بود. عرض به خدمت شما، مفسرین میگه تعارض نیست. این مار دو تا صفت داشت. مار وقتی که چی باشد، اژدها باشد و بزرگ باشد، نمیتونه تند بره، کند میره، آهسته آهسته میره، راحت زده میشه. اما مار وقتی که اونطور فرز باشد، نه، هیچ کسی نمیتونه گیرش بیاره. حالا میگن از نظر جسم و جثت اژدها بود، اما از نظر سرعت و فرز بودن چی بود؟ حیه بود. به این خاطر یه جا اون تعبیر، یه جا این تعبیر، چند جا شما این تعبیر را میخوانید. فاذا هی ثعبان مبین، این را که آورد وحشت کرد. و نزع یده، دستش را در آورد. فاذا هی بیضاء للناظرین، در این هنگام این دست سفید بود برای ناظرین، چنان درخشنده، چنان براق که روایتی از ابن عباس است، دست را وقتی که از زیر بغل در آورد تا آسمان همه جا روشن شد، همه فضا دنیا را روشن کرد. یک روشنی داشت بیشتر از روشنی خورشید. تعجب کرد این چیه؟ حالا فرعون بعداً ماند که چی بگه، لا جواب شد. به موسی گفت بعداً جواب میدم. رفت با درباریان مشوره کرد، نظر شما چیه؟ وقتی که خدای عزوجل یک قومی را بخواد هلاک بکنه، یک قومی را بخواد از هدایت محروم بکنه، اون وقت چیکار میکنه؟ رب سبحانه و تعالی اینطور گمراهش میکنه که معجزه را جادو میگه، پیغمبر را ساحر میگه، جادوگر میگه. قال الملأ من قوم فرعون، درباریان از قوم فرعون گفتن ان هذا لساحر علیم، همانا این موسی جادوگر دانایی هست. علیم یعنی ماهر، وارد. یرید ان یخرجکم من ارضکم، او میخواهد به وسیله این جادو شما را از سرزمین و از بلاد شما بیرون کند. فماذا تأمرون، تأمرون یعنی تشاورون، مشوره شما چیه، نظر شما چیه؟ اونها گفتند، درباریان گفتند ای فرعون یه مهلت به موسی بده و به برادرش مهلت بده، بفرست در میان شهرها که مردم را جمع کنند، جادوگران را جمع کنند، جادوگران وارد بیان باش مبارزه کنند. قالوا ارجه و اخاه، مهلتش بده و برادرش را، و ارسل فی المدائن حاشرین، بفرست در شهرها که جمع کننده باشند جادوگران را. یأتوک بکل ساحر علیم، بیاورم برای تو هر جادوگر ماهر را. الله می فرماید و جاء السحرة فرعون، جادوگران پیش فرعون آمدند. نکته ای که اینجا قابل تدبر هست، همیشه خدمت دوستان عرض می کنم، حالا که آمدند هنوز ایمان ندارند، ببینید که چه اعتقادی دارند، چه خواسته ای دارند، چه خواسته پیش پا افتاده ای.
منظورشون فقط پوله، مادیاته، هیچ چیزی بغیر از مادیات نمیشناس. اما یه لحظه بعد، یک ساعت دیگه که ایمان می آورند، حالا ببین چی شدند. به برکت صحبت موسی یا به برکت اون انقلاب درونی که ایمان ایجاد کرد. ایمان واقعا انسان را می سازد. اینا هنوز به پای موسی ننشستند، به پای درس موسی، کلاس موسی. حالا فرعون را با چه قدرتی جواب میده. اول فقط پول، درهم و دینار، اما الان میگه فقط رضای الله. میکشم شما را، بکش، هیچ اشکالی نداره. برای جانش هم الان پروا نداره. لذا الان که آمده و جاء السحرة فرعون، جادوگران پیش فرعون آمدن. قالوا ان لنا لاجرا، گفتند همانا برای ما اجر هست. این به صورت استفهام است. در آیه دیگه میخوانه ان لنا، آیه هست اجر مزد ان كنا نحن الغالبین، اگر ما پیروز شدیم، اگر ما غالب شدیم. قال نعم، فرعون میگه بله، نه اینکه پول میدم. و انکم لمن المقربین، شما از مقربین خواهید شد. شما یک کاری بکنی موسی شکست بخوره، حیثیت من در خطر است، جایگاه من در خطر است. موسی را شکست بخوره، شما را از خاصان دربار خودم قرار میدم. پول چیه؟ قالوا یا موسی، اما کیفیت مبارزه را از موسی پرسیدند. بعضی میگن که دلیل ایمان و هدایتشون همین تعارف، احترام گذاشتن به موسی. وقتی که آمدن موسی را یک شخصیت وجیهی دیدند، به موسی احترام گذاشتن، ادب گذاشتن. دین نام ادب است. وقتی که ادب داشتی، نظر رحمت پروردگار به سمت تو متوجه میشه. قالوا یا موسی اما ان تلقی، ای موسی یا اینکه تو عصایت را میاندازی، و اما ان نکون نحن الملقین، یا اینکه ما میاندازیم ریسمان های خودمون را. قال القوا، موسی گفت شما بندازی، بفرمایید، نوبت شماست. فلما القوا، زمانی که انها انداختن، سحروا اعین الناس، اونها به چشم مردم جادو ایجاد کردن. یعنی چه؟ یعنی مردم را چشم بند کردند. در چشم مردم اون ریسمان ها، یک میدان پر ریسمان تبدیل شد به یک میدان پر اژدها. سحروا اعین الناس واسترهبوهم، مردم را بیم دادند، مردم را ترسانیدند، رعب ایجاد کردند. و جاءوا بسحر عظیم، جادوی بزرگی را اجرا کردند، آوردند جادوی بزرگی، یعنی جادوی بزرگی اجرا کردند. در این وقت موسی ترسید. در آیه دیگه می آید موسی ترسید. خدا گفت موسی نترس، من با تو هستم. الله دستور داد به موسی و اوحینا الی موسی ان القی عصاک، ما وحی کردیم به موسی، ما دستور داده به موسی که حالا عصایت را بینداز. و عصا را انداخت. فاذا هی تلقف ما یأفکون، در این هنگام عصای موسی از اول میدان شروع کرد تا آخر میدان. بعضی میگن هزاران چی بودند، جادوگر بودند، بعضی 70,000 گفتند. خب بنده قبلا گفتم این 70 و 70,000 عدد کثرت است، یعنی خیلی زیاد. از همین یک ردیف شروع کرد، اژدهای که اژدهای عصای موسی یا اژدهای موسی دهن را باز کرد، همه اونها را قورت داد، همه اونها را جذب کرد در خودش و تمام این اژدهاهایی که تو میدان بودند همه ناپدید شدند و اژدهای موسی ماند. موسی علیه السلام بعداً به دست گرفت، تبدیل به عصا شد. تو میدان هیچ خبری نبود. اینا همه تعجب کردند. خود جادوگران دریافتند که کار ما نیست، ما یه چیز ظاهری، ولی این یه چیز دیگه بود. این اصلا اسباب سحر نیست، اسباب جادو نیست. اینجا بودن که حقیقت را فهمیدن
فوراً به سجده افتادن، گفتن ما غلط کردیم که ما در مقابل پیغمبر خدا آمدیم و مبارزه میکنیم. الله می فرماید فاذا هی تلقف ما یأفکون، در این هنگام میبلعید عصای موسی آن دروغی را که اونها درست کردن. اون جادوی اونها را قرآن چی تعبیر میکنه؟ یأفکون، افک. چون که جادو دروغی هست، به ظاهر تبدیل میشه ریسمان به اژدها، در واقع تبدیل نمیشه، مردم را فریب میده. الله می فرماید فوقع الحق، حق واقع شد، و بطل ما كانوا یعملون، آنچه که اونها عمل کردند بطلان او ظاهر شد، باطل شد. فغلبوا هنالک، مغلوب شدن، شکست خوردن اینجا. و انقلبوا صاغرین، برگشتن با ذلت، برگشتن صاغرین یعنی ذلیلین، مقهورین. و القی السحرة ساجدین، جادوگران به سجده افتادند، به سجده انداخته شدند، در حالی که سجده می کردند و می گفتند قالوا آمنا برب العالمین، آنها گفتند ما ایمان آوردیم به رب العالمین. چون فرعون می گفت من رب العالمینم، به همین خاطر بعد از اون فوراً گفتند منظور ما فرعون نیست، بلکه رب موسی و هارون، اون رب العالمین که رب موسی و هارون است، ما به او ایمان آوردیم. اما فرعون چیکار کرد؟ فرعون از آیات قرآن معلوم میشه خیلی آدم زرنگی بود، آدم باهوشی بود و زرنگ بود که به این جایگاه و به این قدرت رسیده بود. فرعون ترسید که حالا مردم همه ایمان نیاورند، این اطرافیان من ایمان نیاورند. فرعون فوراً یک نقش دیگری بازی کرد، یک تاکتیک دیگری به کار برد. فرعون گفت عجب، من الان متوجه شدم، تا به حال شما با هم یکی بودید پشت پرده، این موسی استاد بزرگ شما بوده، شما شاگرد این بودید، شما با هم دیگه ارتباط داشتید، قبلا با هم ساختید پشت پرده، اینجا آمدید ما را فیلم کردید. به این صورت گفت که مردم یه وقتی شک نکنن، مردم فکر بکنن اینا نقش بازی میکنن. قال فرعون آمنتم به، اول گفت چرا شما ایمان آوردید؟ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، فرعون گفت شما ایمان آوردید به موسی قبل از اینکه من اجازه بدهم. حالا من متوجه شدم ان هذا لمکر مکرتموه، این مکری هست، این توطئه‌ای هست، این نقشه پشت پرده هست که مکرتموه فی المدینه، شما این توطئه را بازی کردید در شهر ما، آمدید اینجا توطئه بازی میکنید، میخواهید که همه مردم با شما بشن، شما میخواهید مصر را تصرف کنید. چیکار میکنه؟ این توطئه دیگر، مکاری دیگر، میخواد بگه که من حافظ مصر هستم، من نگهدارنده این هستم، شما آمدید این ملک را از ما بگیری. این تعصب را داره به مردم تزریق میکنه، چون مردم قبطی بودند و موسی و اطرافیانش بنی اسرائیلی بودند. میخواست بگه که حکومت را بنی اسرائیلی میخواد بگیره، قبلا هم این تذکرات را داده بود. لذا لتخرجوا منها اهلها، شما میخواهید مصر را بگیرید و بیرون کنید از این مصر اهلش را، فسوف تعلمون، تهدید میکنه، هن قریب شما میدونید با شما چی کار میکنم. چی کار میکنی؟ دست و پای شما را برعکس قطع میکنم، دست راست پای چپ. لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، حتما قطع میکنم دستهای شما را و پاهای شما را برعکس. ثم لأصلبنکم اجمعین، سپس شما را به دار میزنم همگی را. اما این جادوگران تا یک ساعت پیش پول میخواستند، الان چی میخواند؟ رضای پروردگار میخواند. الان میگه پروایی نیست. قالوا انا الى ربنا منقلبون، گفتن ما به سوی ربمان برمیگردیم. چیکار میکنی تو؟ ما را به پروردگار میفرستی و میرسانی. و ما تنقم منا، تو از ما عیب دیگه نگرفتی. تنقمو قبلا خواندیم، نقم عیب، یعنی و ما تعیب منا و تکره منا.
تو عیب و ایراد دیگه از ما نگرفتی مگر عیب ما این بود الا ان آمنا به آیات ربنا، مگر اینکه ما ایمان آوردیم به آیات ربمان. ما فقط گناه ما این هست که ایمان آوردیم. حالا دعا میکنه، مناجات میکنه، ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. بار الها بر ما صبر بینداز، به ما صبر عطا کن و ما را مسلمان بمیران، با اسلام و با ایمان. یعنی ما را استقامت بده در مقابل این تهدید فرعون، این شکنجه که فرعون میدونستن فرعون میکند. چنانچه این مؤمنین تازه مسلمان ها را، تازه مؤمن ها را فرعون با شدت شکنجه داد، عذاب داد، اعدام کرد، همه را بدار زد. همه را وقتی که بدار زد، بعدا اون ملأ فرعون، اون مشاوران فرعون، درباریان فرعون، این نکته را خدمت شما عرض نکردم که فرعون یک پادشاهی نیست. اصل فرعون لقب پادشاهان مصر هست. حالا این فرعونی که در زمان موسی بود، بعضی گفتن اسمش قایوس بود، قایوس. بعضی گفتن ولید ابن معصب بود. خلاصه ولید بود، قایوس بود. ما قرآن ازش تعبیر میکنه به فرعون، فرعون موسی، فرعون زمان موسی. لذا درباریان اون فرعون به فرعون گفتند این بیچاره ها که نقش اصلی را نداشتند، جرم اینها درجه 2 بود. اصل موسی هست که این مشکلات را به بار آورده. تو موسی را گذاشتی، قوم موسی را گذاشتی، با اونها کار نداری، اینها را کشتی. این چه کاری بود؟ بپرداز به موسی که خطر از بین نرفته. و قال الملأ من قوم فرعون، درباریان از قوم فرعون گفتند اتذر موسی و قومه، تذر یعنی تدعو، تو میگذاری، ترک میکنی موسی و قومش را، لیفسدوا فی الارض، تا در زمین فساد کنن، و یذرک و آلهتک، تو را و آلهه تو را، خدایان تو را ترک بکنند. از این آیه معلوم میشه، خوب دقت کنید، فرعون خودش را هم خدا میگفت و خودش هم بتی را عبادت میکرد. چون میگه تو را و خدایان تو را، به فرعون گفتن تو را و خدایان تو را. فرعون بت پرست بود. بعضی میگن بتی داشت به شکل گوساله، او را میپرستید. و بخشی از قبطی ها مذاهب مختلف داشتند، گوساله پرست بودند. بنی اسرائیل با همونها زندگی کرده بودند، در کاخ زندگی کرده بودند، اونجا خدمت کرده بودند و می دیدند که اینها گوساله می پرستند. همون بود که محبت گوساله در دلشان آمد که بعداً در اون صحرای سینا گوساله درست کردند. پس میگویند مجسمه فرعون و بت فرعون خودش چی بود؟ بله، گوساله بود. فرعون چی گفت؟ فرعون گفت که به جای اینکه موسی را بکشیم، خدا وقتی توفیق نده، ببینید به حواشی میپردازه. خدا وقتی بخواهد، اگر ما فکر بکنیم برداشت هایی که از این آیات میشه، فرصت کمه که همه برداشت ها را ما برجسته بکنیم، ذکر بکنیم. خود شما تدبر بکنید در قرآن. خدا وقتی بخواد یکی را حفاظت کنه مثل موسی، از اون دشمنی که از اون احساس خطر میشه، میبره تو خونه همون دشمن نگاهش میداره، میخواد نشون بده که من هرچی من بخوام قدرت دارم. و بعدا وقتی که فرعون یقین میکنه این همون کسی است که به من گفتند ملک و پادشاهی تو به دستش از بین میره، حالا درباریان هم میگن بکش، از بین ببر، کاری بکن. فرعون جرأت نمیکنه. میگفت که من موسی را میکشم، اما بلوف بود، شعار بود، دروغ بود، میترسید. اون معجزاتی که او دیده بود میلرزید. لذا نزدیک خود موسی نمیرفت، اما اطراف موسی گفت که تمام کسانی که بهش ایمان آوردن به اینها فشار بیاری، به اطرافیان فشار بیارید.
چیکار کنیم؟ گفت که بچه هایشون را دوباره بکشید. این دیگه عذاب و شکنجه‌ای بود که از قبل این کار را کرده بود. اون زمانی که موسی متولد شد میخواست جلوی موسی را، تولد موسی را بگیره، تا چند سال این کار را کرد، آخر خسته شدند. این ظالم ها و سفاک ها هم آخر از ظلم و سفاکی خسته میشند. اما الان دوباره گفت شروع کنید، بکشید بچه هایشون را، دخترانشون را نکشید. قال سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم، گفتم ما حتما میکشیم بچه هایشون را و زنده نگه میداریم دخترانشان را. و انا فوقهم قاهرون، ما بر اونها از هر نظر مسلطیم، ما قدرت داریم، اونها هیچ کاری نمیکنن به ما. اینجا داره به قومش تسلی میده. اما موسی علیه السلام، ببین انبیا وقتی که به مشکلی گرفتار می شدند اونها خدا را فریاد می زدند. موسی و قومش چیکار کردند؟ هم رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که دشمن فشار می آورد، دشمن محاصره می کرد، مثل بدر، مثل خندق، چه دعاهایی کردند، چه دعاهایی که به خدای عزوجل رسول الله گفت که الی من تکلنا یا رب، ما را به کی میسپاری؟ الی عدو یتجهمنا، الی بعید یتجهمنا، ام الی عدو ملکته امرنا. تو ما را به کی میسپاری؟ یک انسانی که از تو دور است و فاصله دارد و کافر است، یا دشمنی که امور ما را به او سپردی؟ خدایا ما را به خود بگیر، ما را کمک کن. چنان دعا میکرد، چنان دعا میکرد که ابوبکر را رحم می آمد، یا رسول الله کافیه. لذا وقتی که سختی ها می آید، وقتی که شرایط زندگی سخت میشه، اونقدر که دعا تاثیر داره هیچ چی تاثیر نداره. لذا برای خوبی شرایط و احوال باید زیاد دعا بکنیم، باید زیاد از خدا بخواهیم. ببینیم موسی علیه السلام به قومش، اما این قوم ناسپاسی هست. موسی چقدر این بنده بزرگ خدا شکنجه بود، از یک طرف فرعون، از یک طرف این قوم ناشاکر. اینجا اینا منت میگذارن، ای موسی تو چی کسی هستی؟ قبل از این که تو بیای به خاطر تو این همه شکنجه، الان که تو آمدی امن این همه شکنجه، ما از دست تو چیکار کنیم؟ لذا منت را بر موسی می گذاشتن. قال موسی لقومه استعینوا بالله، موسی به قومش گفت ای قوم من کمک بگیرید به الله، از الله کمک بگیرید، واصبروا صبر کنید. این دو چیز ما خواندیم، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. صلات همون کمک گرفتن است، مناجات است. ان الارض لله، این زمین مال خداست، مال فرعون نیست. داره نوید میده، یورثها من یشاء من عباده، الله وارث این زمین میگرداند هر کسی را که بخواهد باز بندگانش. والعاقبت للمتقین، عاقبت و انجام خوب بال متقیان هست. اما قوم چی گفت؟ قالوا اوذینا من قبل، گفتن ما مورد ایذا و شکنجه واقع شدیم، من قبل ان تأتینا، قبل از این که تو بیایی پیش ما ای موسی، و من بعد ما جئتنا، بعد از این که تو آمدی هم ناجی نشدی، ما را نجات ندادی، تو آمدی دوباره مصیبت، دوباره شکنجه. اما موسی امیدوار است به رحمت پروردگار. قال عسى ربکم، امید است که رب شما، یعنی وعده رب است، ان یهلک عدوکم، اینکه دشمن شما را هلاک کند، و یستخلفکم فی الارض، و شما را خلیفه در زمین بگذارد، فینظر کیف تعملون، اون وقت نگاه میکنه که شما چطور عمل میکنید. لذا خدا هلاکشون میکنه، نگران نباشید. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین، بالاخره از اینجا معلوم میشه که آخر الامر فرعون تصمیم گرفت موسی را بکشد. فرعون تصمیم گرفت که موسی را از بین ببرد.
اما خدای عزوجل فرعون را ناکام کرد، ناموفق کرد. چطور؟ هرگاه میخواست این کار را اجرایی بکند، الله عزوجل این مشکل برش پیش می آورد، یک مصیبت. همیشه کسانی که بخواهند با اهل حق و با بندگان خاص، با خاصان خدا درگیر بشند و بخواهند کاری بکنند، خدا از جای دیگه برایشون مشکل پیش میاد، گرفتار میشند، به خود مشغول میشند. لذا فرعون به خود مشغول شد، هر کاری میکرد از این بلا تمام میشد، اون دومی گرفتار میشد. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین، الله می فرماید ابتدا ما مؤاخذه کردیم آل فرعون را بالسنین، به قحط سالی ها و نقص من الثمرات، نقص میوه ها و کشتزارها و محصولات زمین، همه چیز کم شد، اقتصادشون ضعیف شد. اما از این آزمایش و گوشمالی خدای عزوجل اونها متنبه نشدن، متذکر نشدن. خدا چرا این کار را کرد؟ لعلهم یذکرون، تا اینکه اونها پند بگیرند، اما نگرفتن. فاذا جاءتهم الحسنه، هرگاه می آمد پیش اونها حسنه، هرگاه می آمد صحتی، سلامتی، آبادی، یعنی یه مشکل حل می شد، راحت می شدن. قالوا لنا هذه، می گفتن این برای ما، یعنی ما سزاوار همین هستیم، همین یسر، همین آبادی. و این تصبهم سیئة یطیروا بموسی و من معه، الله می فرماید اگر به اونها سیئه می رسید، قحطی می رسید، مشکلی می رسید، یطیروا، بدفالی و شومی می گرفتند، به موسی و کسانی که با موسی بودند، مؤمنین. الله می فرماید الا انما طائرهم عند الله، خبردار جزی نیست که طائر اونها نزد الله است. طائر یعنی چه؟ ابن عباس میگه طائر یعنی ما قضا علیهم و ما قدر لهم، اون چیزی که برای اونها فیصله و مقدر شده، یعنی تقدیر. برای ما هر یه چیزی فیصله شده، مقدر شده، این را میگن تقدیر. لذا اون چیزی که برای اونها مقدر شده بود از طرف موسی نبود، علیاذ بالله نحوست موسی و مؤمنینی که با موسی بودن نبود، این تقدیر الهی خدا نوشته بود. الا انما طائرهم عند الله، آگاه باشید، خبردار، آنچه که به اونها میرسد از تقدیر نزد خداست، یعنی از طرف خداست. ولكن اکثرهم لا یعلمون، اما اکثر اینها نمیدانند. و خداوند عزوجل کاری کرد که هر بار اینها به مشکل گرفتار می شدند. از این مشکل رها می شد، مشکل دیگه پیش می آمد، از اون رها می شد، مشکل دیگه. هر بار اونا می گفتند که ای موسی، بعدا میاد در آیات بعدی، ای موسی شما دعا کن که خدا این مشکل را بردارد، دیگه تمامه، ایمان ما قبول میکنیم. الله می فرماید و قالوا مهما تأتنا به، ابتدا این را گفتن، مهما تأتنا به من آیت، هرگاه بیاوری برای ما یک نشانه عجیبی، آیه یعنی یک علامت عجیبی، لتسحرنا بها، تاکه ما را به وسیله اون جادو کنی، فما نحن لك بمؤمنین، ایمان مقدرشون نبود، ما نیستیم به تو ایمان بیاوریم ای موسی، ما ایمان نمی آوریم. الله می فرماید فارسلنا علیهم الطوفان، ما فرستادیم بر آنها طوفان فرستادیم، والجراد ملخ فرستادیم، والقمل شپش فرستادیم، والضفادع غورباغه فرستادیم، والدم خون فرستادیم. همه اینها آیات، منظور اونها از آیات همین بود، نشانات عجیب همین بود، آیات مفصلات، نشانات واضح بود، نشانات روشن بود، اما اونها ایمان نمی آوردند. ببینید صورتشون را الله بهتر میدونه. طوفان میگویم وقتی که باد میوزید تمام زندگیشان
یک زندگی خاکی شده بود، همش خاک، غذایشون، خوراکی هایشون، آبشان، چاهشان، دهانشان، چشمشان، گوششان، ظروفشان اینقدر خاک بود، اینقدر خاک بود که صبح عرض کنم که صبح بلند می شدن می دیدن تمام خانه را جلوش را خاک گرفته، اصلا راه ندارد. کار می کردن این خاک ها را تا چند ساعت دور می کردند، نظافت می کردند، دوباره باد می وزید، دوباره تو خاک. آخر متوجه شدند اونا می گفته این جادوهایی است که موسی ما را میخواد چی بکنه، ما را میخواد وادار بکنه ایمان بیار. لذا به دروغ می گفتن موسی تو دعا کن از ربت بخوا که اینا دور کنه ما ایمان بیار. موسی دعا میکرد، دور میشد، طوفان دور شد، دوباره شروع کردند کفر، ایمان نیاوردند. والجراد، خداوند ملخ فرستاد، ملخ چنان ملخ زیاد که تمام کشتزار اونها را و باغات اونها را تمام را از بین برد. ملخ وقتی که بیاید عذابی هست، هیچ اثر سبزی نمی گذارد، همه چیز از بین رفت. از قبل به سبب قحطی همه چیز را از دست داده بودن، حالا همون کمی که داشتن همون را از دست دادن و اصلا زندگیشان زندگی ملخی بود. به موسی دوباره التجا کردند. دوباره وقتی که چیش کردند، قمل بعضی میگویند که همین شپش هست که تمام بدنشون پر شپش بود، ظرف غذایشون، خوراکشون، طعامشون، عرض کنم رخت خوابهایشون، اصلا تمام بدنشون را مریضی گرفت. بعضی میگن که قمل به موریانه میگن، موریانه که تخته را میخورد، یعنی تمام خانه ها سقف ها داشت میافتاد، همه جا موریانه حمله کرده بود. لذا دوباره به موسی گفتن دعا کن، دوباره موسی دعا کرد، بعد دوباره اینها کفر کردن. و الضفادع، جمع ضفدع هست، ضفدع میگن قورباغه را. قورباغه اینقدر زیاد شده بود که تمام خانهشون، اطرافشون، هر چی که میکشتن بیشتر میشد، هر چی که از بین میبردند. خیلی قورباغه وقتی که تو زندگی انسان باشد، زندگی مکدر میشه، عیش خراب میشه. حتی تو بعضی کتاب ها می آید که صحبت نمی کردن، تا حرف می زدن دهان را باز می کردن، قورباغه می پرید تو دهانشون می رفت، تمام بدنشون، سر و ریششون پر از قورباغه بود. دوباره متوجه شدن که این عذاب هست، دوباره از موسی تقاضا کردن. آخر و دم را، خداوند خون را، همه جا پر خون بود، چاهای آب پر خون بود و ظرف آب پر خون بود، مشکیزه پر خون بود. گاهی آب بود وقتی میخواستن بخورن خون میشد. میگفتن که در حق بنی اسرائیل اینطور نبود، اونا که میخوردن آب بود، اینا که میخوردن خون بود. لذا الله عزوجل به این صورت اونها را گرفتار کرد. فاستکبروا، این 5 آیه هستند. فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین، اینها تکبر کردند و قومی بودن جرائم پیشه، یک جرم نبود، زندگیشون پر از جرم بود. الله عزوجل می فرماید هرگاه عذاب می آمد، ولما وقع علیهم الرجز، الرجز الف لام عهدی هست، یعنی این عذاب های 5گانه. بعضی میگن این رجز یک طاعون دیگه بود که 70,000 نفرشون را کشت، الله اعلم. بالاخره هرگاه عذاب می آمد، قالوا یا موسی ادع لنا ربک، آنها می آمدن به در موسی می گفتن ای موسی ادع لنا ربک، از ربت برای ما بخوا، دعا کن، بما عهد عندك، بر اساس اون عهدی و پیمانی که با تو کرده که دعای تو را قبول می کند. لئن کشفت عنا الرجز، اگر دور کردی این عذاب را از ما، لنؤمنن لك، ما حتما ایمان می آوریم، سوگند به همون خدا که ما ایمان می آوریم و سوگند به همون خدا که ولنرسلن معك بنی اسرائیل، ما همراه با تو بنی اسرائیل را میفرستیم، آزاد میکنیم، تمام، فقط دعا کن همین عذاب برداشته بشه. الله می فرماید فلما کشفنا عنهم الرجز، هرگاه ما دور می کردیم از اونها عذاب را، الی اجل، تا مدتی، خدا موقت می کرد، هم بالغو، دوباره چی می کردند؟ دوباره
الى اجلهم بالغو، به مدتی که به اون مدت میرسیدند اذا هم ینکثون، دوباره عهد را میشکستند. یعنی تا مدتی آرام میگرفتن، هیچ چی نمیگفتن، دوباره فراموش میکردن. الله تعالی میفرماید در این هنگام دیگه ما اونها را مؤاخذه کردیم. آخرین بار بود که اونها گفتند ما دیگه این موسی تا زمانی که در میان ما باشد، این موسی همیشه برای ما شر درست میکنه، باید این را بکشیم. تصمیم گرفتند بکشند موسی را. الله تعالی دستور داد موسی برو بنی اسرائیل را به وقت شب بردار، برو به سمت شام، برو به سمت صحرای سینا برو. موسی رفت به سمت شام رفت، اما راه را اشتباهی رفت، از مسیر رفت که به دریای قلزم گیر کرد. فرعون بدبخت وقتی که صبح میخواست عملی بکند و به موسی برسد، دید موسی فرار کرده. بیچاره از خدا میخواستی که رفته بود جایت میموندی. دیگه فرعون گفت نه، غرور انسان را نمیگذره، اون چیزی که خدا مقدر کرده او باید بشه. گفت که اینا فرار کردند، تمام برده های ما را بردند، لذا گفت تعقیب کنید، جمع بشید. لشکر، همه لشکرش جمع شد، همه ارکان سلطنت، نظامی و انتظامی، اداری و غیر اداری، همه جمع شدند، تعقیب کردند، گفتند همون جمع میریم، همه اینها را باید بکشیم. لذا رفتند تا که تعقیب کردند. رسیدم به اونها. وقتی که رسیدم بحث دریا که اون تفصیلش بعداً در جای دیگه میاد. الله می فرماید فانتقمنا منهم، ما اون انتقام موعود را گرفتیم، اون عذاب موعود را آوردیم. فاغرقناهم فی الیم، ما همه را غرق کردیم در دریا. بانهم کذبوا بآیاتنا، بسبب اینکه اونها تکذیب کردند آیات ما را، و کانوا عنها غافلین، از آیات ما غافل شدند. بعد از اون چه شد؟ و اورثنا القوم الذین كانوا یستضعفون مشارق الارض، وارث قوم قرار دادیم آنهایی را که مستضعف بودن، یعنی بنی اسرائیل وارث اونها شد. اون بنی اسرائیل که مستضعف بود در مشارق ارض و مغارب زمین، التي بارکنا فیها، یعنی در تمام حدود زمین، اون زمینی که ما برکت گذاشتیم، یعنی شام. ببینید وارث بنی اسرائیل شدن به چه معنا؟ بعضی میگویند که بنی اسرائیل به مصر بر نگشتند، اما علامه آلوسی میگه اگر تو تاریخ نیست، تو قرآن است، وارثناها بنی اسرائیل، بنی اسرائیل را وارث کردیم. به چه صورت وارث شدند الله بهتر میداند. ولی یک صورتی که مفسرین میگویند اینه که قبلا حرف اول را فرعون میزد، قدرت مال او بود و حرف او بود. الان نه، الان دیگه او از بین رفت، قدرت مال بنی اسرائیل. پس بنی اسرائیل را ما وارث قرار دادیم از نظر قدرت، نه اینکه برگشته همونجا مصر آمدند. مشرق و مغاربی که برکت دادیم منظور ملک شام است. و تمت کلمت ربک الحسنى علی بنی اسرائیل، کلمه زیبای رب برای بنی اسرائیل تمام شد. منظور از کلمه چی بود؟ وعده نصرت. وعده تعالی لهم بالنصر والتمکین علی لسان نبیهم، به زبان موسی وعده نصرت و قدرت او تمام شد. خدا اون وعده را وفا کرد. و تمت کلمت ربک الحسنى علی بنی اسرائیل. این همه به سبب چی بود؟ به ما صبر. و معلوم میشه که اگر ما صبر کنیم وعده خدا برای ما هست. صبر کنیم، نماز بخوانیم، دعا کنیم، بالاخره یک روزی فرج میاد، مشکلات حل میشه، ستمگران نابود میشوند. الله میفرماید و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه، هلاک کردیم و نابود کردیم اون چیزی که فرعون میکرد، اون کاری که فرعون و قومش میکرد. و ما کانوا یعرشون، و اون باغهایی که اونها درست میکردند، عرش به طرف باغ انگوره، بعضی میگن نه اون سقفا و ساختمان هایی که اونها درست، همه را ما نابود کردیم، همه از بین رفتند. و بالاخره قدرت برای بنی اسرائیل ماند. این هست اون چیزی که الله عزوجل وقتی با بندگان خودش وعده بکند به اون وفا میکنه و بندگان خودش را نصرت میفرماید. صدق الله مولانا العظیم.